خب امروز هست یک صدا را تفتیش کنیم. صدا چقدر آواز خوبه. خوب است صدا. بهترین صدا باشه بهترین. پس شروع میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای کلی تماشاگران، هر کسی که ما را میبینند، امیدوارم که خوب باشین. انشالله امروز شاید 1 ساعت 2 ساعت آینده انشالله با هم خواهیم بود و یکی از موضوع مهمترین، گرمترین، فاجعه ترین، دردناکترین موضوع که امروز صحبت کنیم. انشالله ببینیم باشیم با اون بردار. نظر شما را مهمه دونستنش، شنیدنش. با هم امروز ببینیم چی کار میکنیم. پیش از پیش من حضور میخوام از همه شما که اگر یکم جدا احساساتی شیدم، که من هرچه احساساتی هم و مخصوصا این مسئله شیدگی، مسئله شیدگی، گذشتگی و حادثه رخ دادگی اصلا آدم احساساتی میکنه. آره اگر یکم چی گفتم پیش حضور میخوام. اول ما ببینیم با هم دیگر نوارو را چی گپ شد، چی خیلی شد، چی خیلی نشد، چون که دوم میدونن چی گپ شد. به هر حال ما ببینیم فکر کنیم چی گپ شد، چی خیلی شد، یک جا شروع شد، بعد صحبتامون رو میکنیم. خب دهم دکبر صدها نفر از گوشه و کنار تاجیکستان به نویه شهر نو رفتند تا در مراسم دفن قابل جان علی 17 ساله اشتراک کنند. تابوت نابالغ تاجیک با همراهی مادر غمزده‌اش صبح بر وقت امروز به وطن رسید. ماموران امنیتی در فرودگاه به خبرنگاران از جمله به همکاران ما اجازت نواربرداری را ندادند. عین رفتار هنگام مراسم دفن قابل جان نیز مشاهده شده است. در این مراسم 2 خبرنگار رادیو آزادی با سبب‌های نامعلوم بازداشت گردیدند. همکارم طاهر سفر این موضوع را پیگیری داشت و قبل از برنامه من از او درباره تفصیلات مراسم ویدا با قابل جان را پرسیدم. پیکر قابل جان علیف خواننده 10 ساله تاجیک را که در روسیه کشته شد روز 18 دکبر در زادگاهش دهه عجم در ناحیه شهر نو دفن کردند. بنا به گزارش خبرگزاری آزیا پلوس برای ویدا با او تعداد زیادی از ساکنان جمع آمدند، اما ماموران انتظامی و امنیتی به خبرنگاران اجازه ندادند که مراسم را آشکار ثبت و عکس برداری کنند. نماز جنازه را رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادر زاده خوانده است. مادرش نیلوفر علی و گفته است که پسرش را بعد دوشنبه فرستادنی بود و قابل جان علی آن روز خواسته است با همسنفانش خیر و خوش کند. مادر طفل همچنین خواسته است که گناهکار را جزای سزاوار بدهند. تابوت قابل جان علیف را صبح پنجشنبه از مسکو به دوشنبه آوردند. گروهی از خبرنگاران از جمله همکاران ما برای بازتاب موضوع به فرودگاه دوشنبه رفتند، اما ماموران امنیتی اجازه ندادند لحظه به بیرون آوردن جسد و نوار گرفته شود. آنها بعضی از خبرنگاران را مجبور کردند نوارهای گرفتهشان را پاک کنند.
عین رفتار نیز هنگام مراسم دفن قابل جان علیف در شهر نو مشاهده شده است و معلوم نیست که چرا حالا مقامات تاجیکستان میخواهند که این حادثه انعکاس نشود. با وجود این ظاهرا خشم جامعه فرو ننشسته است که واکنش ها در رابطه با قتل نورس تاجیک همچنان زیاد است. در ادامه من از همکارم سوال کردم که آیا مقامات تاجیکستان این مسئله را همچنان با رهبران روسیه در میان میگذارند یا نه؟ رحمان دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان با سرگئی شویگو همکار روسش و سفیر روسیه در دوشنبه قتل قابل جان علیف را در میان گذاشته و گفته است که این جنایت مدهش در جامعه تاجیکستان نگرانی جدی و واکنش وسیع به بار آورده است. به قول مقامات یوسف رحمان به ضرورت تحقیق همه‌جانبه عادلانه و شفاف قضیه تاکید کرده و گفته است که تامین حفظ حقوق و امنیت نابالغان باید در اولویت کار باشد. امید بابازاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان نیز در یک بیانیه از مقامات روسیه خواسته است نگذارند که دیگر چنین حادثه ها تکرار شوند و هر کسی که در این جنایت نقش داشت باید به جوابگری جنایی کشیده شود. سازمان های مخالف حکومت تاجیکستان در خارج هم کشته شدن خواننده 10 ساله تاجیک را محکوم کرده گفتند که گناهکار این حادثه هم حکومت در دوشنبه است و هم حکومت در مسکو. اما در رابطه با خود جنایت رسانه‌های روسی نوشتند که نورس 15 ساله روس اعتراف کرده است چند وقت اخیر برای صادر کردن این جنایت آمادگی می‌گرفت. در شبکه‌های اجتماعی کاربران زیادی گفتند که خود تشویق بیگانه ستیزی در سطح رسانه‌های دولتی روسیه و مهاجران را اجنبی و بیگانه و زیان‌آور برای جامعه خواندن وکیلان و وزیران روس از سبب‌های اصلی مرگ یک نورس بیگناه در این کشور شده است. تشکرم. خب این نواری مراسم دفنی امی قابل جان بود که چگونه دفنش کردن در تاجیکستان. ما مفصل‌تر نبراش میگیم که خیلی شما میدونید که مثلا مراجعه به کی صحبت کردم ما برای ببینیم چه گذشت مراسم دفنش. ما یک ویدیو دیگه میمونیم برای که همه شما دیگه شما ببینیم چی گپش چی خیلی شد. بعد شروع میکنیم حمله را طرف برزگاه اومالی. با گذشت تقریبا یک هفته از قتل قابل جان علیف نورس 10 ساله تاجیک در روسیه، هیچ یک از رهبران بلندپایه این کشور این حمله را آشکارا محکوم نکرده است. مثل اینکه کشتار اصلا روی نداده است و یا آن را دانستن نمیخواهند. فقط چندی از نمایندگان ملت‌های غیر روس گفتند که این فاجعه عاقبت بدگویی‌های سیاستمداران روسیه نسبت به غیر روس هاست. همکارم طاهر سفر واکنش‌های رسمی و غیر رسمی مقامات و وکیلان روس را دید که چی میگویند. قبل از برنامه با گفتگوی داشتم و نخست از واکنش‌های سیاستمداران و چهره‌های شناخته روسیه پرسیدم. از رهبران حکومت یا مثلا از وزیران روسیه درباره قتل پر سر و صدای قابل جان علیف تا کنون چیزی نشنیده یا نشر هم نشده است. یا مثلا از دومای دولتی هم واکنش رسمی هیچ جای صدا نداده است، فقط به استثنای بیانیه آدم دلیمخانوف وکیل دومای دولتی از جمهوری چچنستان. او نورس 15 ساله روس را که قابل جان علیف را روز 16 دکبر در مکتب و در روز روشن کار زد فاشیست حقیقی نامیده است. دلیمخانوف این خونریزی را نتیجه تبلیغات سیاستمداران، منصبداران و گروه‌های معین روسیه نامیده است. البته خود دلیمخانوف هم به نقض حقوق انسان متهم می شود و از طرف امریکا برای ارتباط با یک گروه سازمان یافته جنایی و از طرف اتحادیه اروپا برای جنگ روسیه در اوکراین تحت تحریم قرار دارد. واکنش دیگر هم از آدم قادیروف یاور و پسر رمضان قادیروف رهبر جمهوری چچنستان است که گفته است در پس قتل قابل جان علیف مشکل عمیق سراسری نهفته است و افزوده است سبب گروه‌هایی هستند که سالها باز زهر بدبینی را نسبت به زادگان آسیای مرکزی و قفقاز در روسیه می‌کارند. موعظه‌های آنهاست که مغز نورسان را زهرآلود کرده آنها را به وسیله دست گروه‌های بدخواه تبدیل می‌دهد. و این اقتباس. اما آدم قادیروف از هیچ گروه نام نبرده است. در این میان میخائیل ماتویف یکی از وکیلان مهاجر ستیز و بیگانه ستیز روسیه گفته است شبهه دارد نورس روس که هنگام حمله
از تومه‌های خود ملتشان را میپرسید ملتگرا باشد و شاید به جنایتکاران غربی تقلید کرده است. وی بر رسانه‌های روسیه گفته است ریشه‌های این جنایت را باید در غرب جست. متویف 2 روز بعد از فاجعه در یک مصاحبه با رسانه‌های روسیه همچنان مهاجران را سبب تمام بدبختی‌های مردم کشورش نامیده گفته است که آنها یک لقمه نان صنفی کارگر روسیه را می‌ربایند. در این مصاحبه هیچ اشاره هم به مرگ نورس تاجیک نکردند. خب این دو چیزی بود که ما پیشکش کردیم برای شما برادران و خواهران گل. خب روزی یه دو چیز ما برای شما نشان دادیم، پیشکش کردیم. یکیش مراسم دفنی همین پسری که قتلش کردن، هم بچه که قتل کردن. یکی دیگهش که ما بینیم تا کجا را کی واکنش کرد، از کجا. از طرف حکومت تاجیکستان و حکومت روسیه 16 دکبر سال 2025 هفته پیش پسر بچه تاجیک قابل جان که با مادرش در روسیه زندگی میکرد، نزدیکای همون پایتخت روسیه مسکو، پدرش چند سال پیش از دنیا گذشته بود. یتیم بچه در مکتب نه اون نفری که او پیدری که نفر همین کودک به قتل رسان، او قبلا برنامه ریزی کردگی بود، اومد مکتب. من گفتم میگذارم و گرچند که اکثریت ما شما دیدیم، اومد مکتب، در داخل مکتب داخل شد و دستش کار و چخیل مکتب و چخیل داخل وارد مکتب شد، چخیل اومد کار داشت، هیچ کی دستش نگرفت، بی مامو معلوم نیست. خلاصه ما دیدیم در اومد یک به یک هر یک کدام با سیمخانه در اومد پرسون کرد که همه خیلی آدم یا گروه کدام گروه، همون گروهی که قابل جان بود، همون گروه پرسید بود. خلاصه بالاخره پیدا کرد کودک مثل که یک منظره یک خیلی دهشتناک بود، مثل یک گربه یا یک شیر همون سایدی خیلی شتفامشه در یک کجی خیلی غافلگیر میکنه، خفه میکنه، میکشه. ای حیوان هم بدتر یک وحشیانه به قتل رسوند کودک، به قتل رسوند رفت، مخصوصا همون را در اومد کشته رفت. خب این کار یعنی سهوان نبود، عمدن بود. در اومد پرسید شما چی ملتین؟ اونجا یک کودک دیگه پیشش اومد، ازش کرد بود، یک کودک روس اومد پیشش، اون هیچ نمیگو، اون کار در خیر. خلاصه در اومد همه کار نقشه کشیدگی، برنامه کشیدگی با یک کودک 10 ساله ما شهروند تاجیکستان در اومد. هم کودک قتل کرد در حالی که کودک در مکتب اینا میخونه، اینتگراسیا کیسه بود، زبان روسی با آموزه، برنامه روسی با آموزه با مردم روس. در اومد هم کودک قتل کرد. او کودک نه سیاستمدار بود، نه تروریست بود، نه حزبی بود، نه ملا بود، نه عمومی، هیچ نه. کودک 10 ساله بود و این هم بار اولش نیست. مطمئنم که آخرش هم نیست، چون که با مثل اینا ما زیاد داریم. وایدو را کشتن، ایده بدتر، دخترچه 8 ساله اول تجاوز کردن، بعد قتلش کردن. آخرش هم کشیدن 2 سال گذشت، از طرف مقامات تاجیکستان هیچ واکنشی نکردن، هیچ کمکش نکردن. گرفتن دینا روحانیش بردن برفت. عمری حد 5 ماه 6 ماه والله علم اونا کشتن. بعدم خیلی یک 5-6 تا کودکای فرزندای مهاجر را کشتن در روسیه. خب همون روز 16 دکبر همون روز رحمانوف برآمد. من برنامه‌اش تماشا کردم، بعد تعریفش که من تاجیکستان در سطح بین الملل شناساندم، امروز تاجیکستان هم میشناسه. تاجیکستان چند سال یعنی هر کارشه این دلبایو مقایسه میکنه با زمان شوروی. زمان شوروی تاجیکستان هیچ کنه نمیشناخت، امروز تاجیکستان هم میشناسن. زمان شوروی مردم با نمیدونم ژیگولی میگشتن، امروز مردم با لکس گشتن. یا چیزی رو مقایسه میکنه که
یعنی در عقل انسان توری نمیگیره. اون روز که بودن امروز کشید، اون روز تکادم زمان شورای ما تلفن نداشتیم، تلفن خونگی بود. امروز اینا مردم آیفون 17 گالاکسی نمیدونم 25 26 گرفتن. مثل اینکه هم دستاوردا رو خودش کردگیه، اختراع خودشه، خودش برآورده برای مردم داده، خودش کرده. تویشتر ما شناساندم امروز نه تنها ما را میشناسن، ما را احترام میکنن در جامعه بین الملل. در کجا احترام میکنن؟ خب یا میخواستم بفهمم در کجا تر احترام میکنن؟ همون روزی که تو برآمد کردی همون روزی این کودک کشتن وحشیانه، مثل یک حیوان به قتل رساندن. همون روز برآمد تو بود. همه خیلی شنوندن، همه خیلی شناس کرد مردم توجیه کرد. همین بود احترام، همین خیلی احترام میکنه، همین احترام هست. و ببینین برادرها خواهرها، همین نفر همین کودک را کشتن، مثلا همین کشتن، این واکنش از طرف حکومت تاجیکستان در یگام رسانه تاجیکستان نشر شدگی نیست. در یگام رسانه تاجیکستان همین قتل همین قابلجان نشر شدگی نیست. رسانه دولتی در سایت پرزیدنت هم نشر شدگی نیست. حتی همدردی هم شدگی نیست. یک رئیس جمهور تو مسئولیت داری حتی همدردی نکردی. خب ما یک نوار دیگه هست باید بعدا میگذاریم، حالا ما فکر اون رو بگیم. و در رسانه‌های روسیه هم در یگان نشر نشد، بغیر اونه که مقامدارای همین حکومت چینستان همونو یا واکنش کردن، یعنی رسمی شد بگیم. و جامعه شهروندی تقریبا همه واکنش کردن. من همه گفتم مثلا مردم تاجیکستان نظر ندارم، مردم تاجیکستان یک قسمتش واکنش کردن، یک قسمتش برآمدن گپ زدن. و این جمله مردم تاجیکستان، مردم ازبکستان، مردم برادرای ما که زیادش بلاگراش را آدم چهره معروفش، بعد هم زیاد نفراش واکنش کردن، فکرشون گفتن، بعد همدردی بیان کردن. یک گروه آدمای تاجری دیگه پول جمع کردن بردن موزنه دادن. این چون دیگه مردم قفقاز، مردم کشورهای پس شوروی که اینا گفته گذاشتن و همدردی کردن. کمتر بعد مردم همو روس خودشون بدن. خب مردم و پسر بچه تاجیک کشتن، یگانه در رسانه‌های روسیه نگفتن که یک ترکت رخ دادگیه، یک حادثه تروریستی بود. یک کودک کشتن حادثه تروریستی، ای و بدترین تروریستی بودی. ای تروریست هم گذشتگی بود. یعنی هم کلمه بدی که در دنیا اگر پسترین چی کلمه بد باشه، ای اون هم گذشتگی بود. تروریست یا آدمی که مثلا اول برای یکم منفعتش، برای یکم چیزش، ولی یک کس مثلا نمیدونم تروریستی دینیه، برای دینی مثلا قتل میکنه، اون با آدمای کارونه. این بدتر از اون بود که یک کودک تو بدروی مثل حیوان وحشانه قتل کنی. بدتر از اون. و در رسانه تاجیک روسیه که اینجا نشون نکردن، در کروک بچهای تاجیک بنام در گردش می‌دادن که شما کشتگی همه جدا تاجیک تروریست، یک عده از کار کرد، همه گلوبال نه همه تاجیکستان تروریست بودن. و این کشتن از طرف تاجیکستان کسایی که واکنش کردن برآمدن، ما نمیگه مردم روس گندن، اون هم آدمی که جامعه شهروندی اکشن بلاگرها و چهرهای شناسی تاجیکستان هست، همون آدم همین کارا کرده، ما مقصود گپ ما در همون آدم میترسن. این همین ملت فاشیستی که همین رفتار با مردم تاجیک کرد، ما در عوضش چیکار کردیم؟ مردم تاجیکستان در عوضش چیکار میکنن؟ در روسیه وقت همون بگیم با اصطلاح چون ابله واشته برای مردم جنگ روان کردن، روسا گرفتن رفتن تاجیکستان رفتن. مردم تاجیکستان چیکار کردن؟ مردم تاجیکستان او تا اومدی، او جای خونه نداری، او بیا بریم خونه من، در خونه من به پول او ینگه میگم اوش میکنه، اوش بزن، بعد شاید برگی دم ینگه را خود که ته میمونی اومدگی، ته غریبی هم شکمش سیر که هم جوش سیر که ای
کونلسکی مردم ما بود کونلسکی مردم ما بود ولی نه که ما بگیم که خیلی او وقت ولی حوزه شدگی نبود کو او وقت حوزه شدگی نبود این بار اول نیسته ولی این کودک را کشتن سالانه بچه های جوانی که مثلا 18 برو نرفتگی جوانی که برای ده سمپل کوکنم بیان یک اویلادو شوان یک زندگیشون بسازن هزارها ترانمردار را تاجیکستان آن میکنن تابوتاشون هزارها تاجیکستان آن میکنن بعضی آنشون هم دستشون رو میکنن بعضیشون پشت رو میکنن بعضیشون صرف روی میکنن این میگه که همون که تکرار ستم بود نه سهو خطا شد این خطا نبود این تکرار ستم بود این بار اول نبود که ما بگیم خیلی بار اول یک رخ دادگیه و اونم با شهروند تاجیکستان چرا شهروند قزاقستان را نکردن چرا شهروند دیگر را نکردن برای چی نکردن حکومت های دیگه حکومت سالم حکومت زنده در دوره کرونا بود والله علم حکومت ترکیه بود بله برای دو شهروندش پرواز چارتری تشکیل کرد از اروپا تا تاجیکستان تا ترکیه را بردن این میگن حکومت مردمی حکومت غصب شدگی ما تاجیکستان یا رحمان خب بعد دیگه همه کارهایی که رخ داد من یه ویدیو دیگه را دیدم رستم امامعلی برای کیرا برای همین زنک که ما فرزندش قتل کردم برای همین یک خانه گفت از داخل پایتخت خانه دو اتاقه توفه کرده برای همین زنک و کدام صاحبکار وطنی با معاش دائمی $1000 آمریکایی در ماه وعدش کرده برای همین زنک خب چی معنی داره بعد قدر کونلسکای دیگهش او رستم تو زور تو خدا تو گرینی تو پیشوا تو زور کی توفه کردی خب چی توفه کردی او پولا بگی در کونت بزن چی تو با $1000 در وعدش کردی کودک او برگشت خب دیگه او میتونه پولا داده او کودکش فراموش کنه خب این تمام مشکل تاجیکستان حل شد دیگه رو چی میشوه او شما میدونید چند هزار زن بچه تاجیک امروز این حالی که ما و شما هست در غریبه قرار داره برای یا لقمه نون برای بدنون در غریبی اکثر زنهایی که از شوهر طلاق گرفتگان رفتگان مهاجرت مهنتی روسیه برای کار کردن چیکار فرزنداشو کردن خب شما چیکار میکنید شما صبر میکنید که کی که او را واشم بکشن کودکاشونا با بیاد خونگه توفاش کنی همین مشکل شما مسئول کشور همین خیلی مشکل حل میکنی ما برای خانواده که دیگه مشکل حل کنیم دیگه تمام دیگه خب کنیم دیگه چی نکنیم سر ساده نشوه من نمیفهم برای چی شما نمونده روزنامه‌نگارا برای در مراسم دفن همین کودک اشتراک کنن برای چی این واکنش حکومت تاجیکستان جای اون که دستگیری کنه و طلب کنه او پدافیل او همون کونه که همین کار انجام داد بگیرن بیارنش این قتل وحشیانه بود باید در تاجیکستان ادای زندان کنه جای این شما نشر نکنی شما ویدیوتون پاکنی بیایم پس نبینم این حکومتی که ما و شما پیشوا میگیم جای اون که همه را پر میکردن طلب میکردن حالا این هم که طلب کردگی هستن این واکنش مردم بود مردم وقتی که دیدن که زیاد سر و صدا شدی یا شید دیگه گویا که طلب کردن خب نتیجهش چی میشه نتیجهش بگو پا همو کونه 10 سالش دادن 15 ساله 10 سالش دادن روز کفشینه 10 سالش دادن 25 سالگیش هم میبره با دوام میتا اینا
реакшне ки шумо каде нишон доде ина натиҷаш намешид 10 сол шудан баъди ӯ браво давом метавон. дар ҳоле ки ин гуна одамора ҳукмаш эъдомай бояд эъдом шавад. дига ягон чиз дига не. ҳозир мо як чиз дига ша мебинем ки Раҳмонов вале гӯё ба гуфти худаш талаб кардаия. Ба гуфти худаш. Неожиданно алибестак. یعنی گساله رحمان روز 22 رفته بود پیتر با سفر کوری رفته بود. رحمانوف با سفر کوری رفتگی بود پیتر، اما بگیم تصادفاً قدیم پوتین و خورد با پوتین هم یک حرفاش زد ببینیم. Уважаемый Эмомали Шарипович, еще раз хочу вас поблагодарить за то, что приняли приглашение, приехали. Но начать нашу двухстороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад. Совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление. Без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца, и виновные, если их несколько человек, безусловно, будут наказаны в полном объеме. Повторяю еще раз, меня шокировало просто это преступление. Как уже сказал, преступление подобного рода вообще выходит за грань понимания, но если совершаются вот такие теракты, совершаются еще в отношении детей, то это вызывает особые чувства. Прошу передать самые искренние слова соболезнования семье погибшего мальчика. Большое спасибо, уважаемый Владимир. Во-первых, большое спасибо за приглашение и теплый прием. Конечно, то, что произошло, это неожиданно. Это неожиданно. Чихали неожиданно. Долбоёб бин мега неожиданно. Оли у ҳамдарди ка Путин ҳамдарди баён ка худаш и гусала и қишқор и барзаго назадаги сирх калам қадар мак тавқи гараш тазим шакшагида. Это неожиданно. Чихали неожиданно. бори аввал рух додам, бори аввал Тоҷикистон. ҳайратам монди, неожиданно. И чихешиди и ҳар рӯз тоҷикора пешаи русо гул медодан, пешвоз мегирифтан, мебурдан дар хунашон ба ош шикамбошна сер мекардан, саршона дастмол мекардан. Чихешид монахон неожиданно. Долбоёба гавзани шаби, неожиданно. Преступники хватает сейчас в мире. Мы в очень сложном мире живем. Но то, что происходило, уважаемый Владимирович, большое спасибо сами сейчас говорили, чтобы тщательно со стороны наших правоохранительных органов расследования и виновные должны быть наказаны самым способом. Я надеюсь, что это будет на вашем контроле. Да, так и будет. Обязательно наши правоохранительные органы работают друг с другом очень тесно. И уровень доверия между ними очень высокий. Не сомневаюсь, что расследование будет полноценным. И мы будем держать в курсе того, что происходит, вас и ваших представителей из правоохранительных органов Таджикистана. مرام سامنیوات خیلی که قتلی وایدورا کردیم مرام سامنیوات نمی. اینا خیلی سخنگوی را پیشواتون نبینیم. То, что произошло, это неожиданно. Чихали неожиданно. Бори аввал шид. Той вақта тоҷикора киштагӣ набуданд. Мисли он ки ҳар рӯз тоҷикора гилқат мемаданд, аэропорт пешвоз мегирифтанд, мардими рус дӯстдорӣ маҳаббат мекарданд. Чихали ки мардими Тоҷикистон мардими Русияро кадан омадан буданд, дар хунаҳошон ҷо кадан, хӯрондан, пӯшондан.
یکی بارا مردم تاجیکستان هم میکنن در روسیه، یکی بارا رخ داد. مردم روس اینیم لعنتیو بیشتر از 100 سال میشوه خونی ملت تاجیکستان مکیدستان، بیشتر از 100 سال میشوه. در عصر 19 در اول عصر 19 همین بلشویک‌ها همین مردم روس بودن که حمله کردن به امارات بخارای شریف، همین کشوری ما بود، پایتخت ما بود. حمله کردن مردم تاریخش که سوزاندن، حکومت دولت تاجیک‌ها را از بین بردن. از همون سال شروع کردگیان 1917 الان 2025 بیشتر از 100 سال میشه. هیچ خیلی نیاشیدن و این نفر خودش همدردی کردگی نیست، نه خودش همدردی کردگه و اون نه سگ بچه‌هاش در تاجیکستان هم شما رسانه‌ای نکنید. چی بر رسانه‌ای نکنید؟ یا گور بوسوزد یک بودوشه والله قسم کو یک ذره رحمان و پروا نداره، یک ذره رحمان و پروا نداره. یک خوگی هسته که یک ذره پروا نداره. چیزی که بد گذشت در یگان رسانه نشید. خب بعدی چی گپ شید؟ بعدی حکومت تاجیکستان معلوم هیچ کنه کرد. نه امو این کسایی را که شما میبینه جامعه شهروندی بلوگر و دیگر چهرهایی که هستن یا فقط دل رحمانوف میگیرن. اما رحمانوف گوجه که اوکی گفت یا حمله میکنن، گوجه که رحمانوف اوکی نگفت یا حمله نمیکنن. یا هیچ چی منتظر نشید. خب معلوم با ما شما رحمانوف چیکار کرد، چقدر کمک کرد، چی واکنش کرد. неожиданно او строго наказание 10 سال. همین строго наказание بود. او نابالغ بود. نابالغ دیگر هم مثل یک حیوان و قتل میرسونه وحشیانه. او نابالغ بود. او 10 سال زندانی میگیره. این چیزی که رحمان طلب کرد نه اونو رزولتاتش. خب اینجا واکنشی مردم از طرف مردم تاجیکستان رو ببینیم 0 یگم واکنش نبود. یا 4 تا آدمایی گفتن برآمدن هم خیلی بگیم که چه خیلی که مورای خمیر جدا میکنه نازکانه امتا ادبانه ما شما را دوست می‌داریم مردم ارس ما شما را خیلی برگردان تا میفروشیم برگردان ما بفروشیم خیلی آزادم خیلی ملویم. انا همو آدمی که همین کارا کرد انا همو آدم خیلی که زندانیش کنی اینه ایتا گفتن. در حالی که یک تاجیک اگر یک کار کنه همه مردم ارس همه مردم تاجیکستان میشپن یا نفرانی همه را میشپن تو مردم تاجیکستان فهمیدیم لسک بدن شونا. خب ای تاجیکستانی رو مردم تاجیکستان رو مردم خارجی بیشتر دچ کردن. از ما یک اگه نواری که واکنشی خب مردمی یا طرف مخالفا میره یا بگم مخالفا اول بمونه مخالفا بعدتر نوارش بگذاریم. حاجی ببینیم کو یگم کس صحبت کردنی باشه فکر نظرشون گفتنی باشه نسبت برزگوی این حکومت تاجیکستان با ما دمو میتیم بود باشه میبینیم. بعد میگذاریم در قسمی مخالفا کسایی که در اروپا قرار دارن کسایی که خودشون حامی حقوق میگیرن و کسانی که میگن که ما از حکومت رحمانوف یعنی تنقید میکنن گفتی خودشون که ما زیر حکومت رحمانوفیم و ببینیم چقدر اونا واکنش کردن چی برگزار کردن کجا رفتن چی ریاکشن نشون دادن اوشا میبینیم. وقتی که اینجا من بردارم من کمیتره رو نمیخونم. هر کسی که هرچی گفتنی داره هرچی میخواه اگر اون چی بگه بود رو دستریم فکرتا بگو با ویدیو بدون ویدیو هر خیلی که دوست میداری. خب بردار بلو هستید اگر باشی
میتونی که سلام علیکم. بله هستم. علیکم سلام. صدام هست؟ بله هست، بفرما. بله سلامت باشید. بله مشان های اون چیزی که شما ذکر کردیم واقعا یک بسیار چیزی دردناک است که جامعه ما نه تنها ایرا امروز احساس کرده است، هر روز در فکر همون است. یکی از چیزهای روشنی که شما در اینجا ذکر کردین مسئله همون چیزی اجدن یا که غیر انتظار داشتن ایمالی رحمانوف از واکنش یا که از همدردی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه بود که واقعا هم این چیز یک مویه ننگ برای ملت تاجیک است که تو چگونه این حرف یکی نیاجده نمیگوید، در حالی که تو از دیدگاه دیپلماتی باید تو اون درجه را فشار بیاری که از حق شهروند یک کشور دیگر باید نه تنها همدردی کند بلکه بیاید هر کسی که گناه میکند جرم میکند او را به جوابگری بکشد، نه تنها علاوه بر این واکنش بلکه به عمل کار انجام بدهد. حالا اومده در یک حرف نقطه رو ذکر کرد ایمالی رحمانوف نیاجدنه. چرا چنین می شود؟ چرا مثلا در مسئله هویدا عمر قابل در دههای مسئله های دیگرش حرفی نمیزد؟ این مسئله بسیار مسئله درناکی است که جامعه ما باید درک کنه که مشکلات اساسی امروزه حکمت نداشتن دیپلمات یا که سیاست قوی است، یعنی وابسته بدن به چین روسیه چیکار میکنه از اون داریهای اساسی که باید حق شهروندای خود دفاع کنه دور میکنه. وگرنه چگونه خودت میتونی مثلا برای در نزد ولادیمیر پوتین بشینی از در تاجیکستان در همه جا در اون چوپلوسا تا بفهمونی که هدف سودای من برای سفر من برای کی است، برای قابلجان از دروغ بگوی و در اوجا برای بگو که این اجد نبود. خب این حرف به اون حرف در تضاد میآید، در تضاد از این حرف دروغ است و خیش بهش راست نمیگیرد. این مسئله جامعه که احساس میکنه این چیزا میبینه. چرا در طول مثلا 10 روز از روز 16 مینا بیشتر از در شما یک مرتبه در یک رسانه‌های دولتی یا حکومتی یک مرتبه همدردی بیان نکردید مگر 4 تا فکر کی گویا که رستم ایمالی خانه و معاش توفه کرد، پدرکه کرد، فلانی و فلانی فلان کار کرد، غیر از دروغایی که در سامانه‌های مجازی فکرهای همون چاپلوسایتون این کارو میکنه. خب عیب شرم حیا را کاری درست است. این عزیز میگه مقصد کی خدا قسم من نمیدونم که کدام طرفی مشکلات امروزه همین یک مدام رحمانو میسلن که میگه کی کار مقصد میاشنه، یعنی بار اول ما منتظر نبودیم که تاجیکا میکشن، همون مرا تاریخش دیگه نبودن تاجیکا رو روسا چخیل چی حیرت موندیم، انگشت حیرت گرفتیم چخیل شدی بار اول میسلن بار اولش دیگه این اون بدتر است. نه تنها این احساس میکنه بار اول شید، این یک بار اول در تاریخ ایمالی رحمانوف شدگی است که یک پرزیدنت خارجی برای کشتن قتل یک شهروند تاجیکستان واکنش داد. این کنیش نیاجدانه که در طول 34 سال حیات که اونم پرزیدنت یک کشور باشه و حقوق یک ملت به عهده ایت باشه و این کارش البته نیاجدانه میشه دیگه. این از این سبب نیاجدانه برای رحمان که باری که در تاریخ ایمالی رحمانوف با دیپلماتی که با سیاستمداری که دوره هیچ کی کار کردگی نیست، یگام مرتبه از تاجیکستان عذرخواهی نکردن، همدردی نخواستن. خب دقیق است. این به خاطر اون بود که وقتی که جامعه تاجیکستان اینا نکردن رو مردم روز تماشا کردن، دیدم مثلا آدم‌ها زبان روسی خطی برای ویدیوی نشر شد از جامعه خودی هم داخل روسیه، این طرف هم خودی شهروند روسیه ما این محکوم شد. شهروند روسیه نگه روسونه روسا به اگه تا انگوش شما بود روس ملت نیست، یک کثافته. انا مردم قفقاز مردمی که غیر روس بودن یا واکنش سخت کردن، واقعا واکنششون تند بود. مردم چینستان دیگر مردم ای اگر باید که اگر یگم میبردن اعتراف میکردن که جایی که ما همه کار خیلی فوق‌العاده شده، ما یعنی جدی میبینیم مسئله را بررسی میکنیم، آدم زندانی میشه این میشه اون میشه که تو که همون مردم آرام کنن به خاطر پوتینی گپ گفت. وگرنه پوتین هم پروای تاجیکستان نداره، اگر همه مردم تاجیکستان هم بشن پروا هم نداره. او یا بار اول از راه ترکشتن چیزی نکرد.
بخاطر جامعه خودش آرام کردن. یا اینا ما گفتم اینا ما کار کردم. رحمان خوشم کیف کرد که چیکه یگم بار گپ منو گفت. رحمانو چرا خب ما طلب نکرد؟ خب مرد امو نفری که قتل کرده همه کودک خب رفت زندان، بعد خب با چی پرداخت شد با مادر همین کودک؟ هیچی. اونم یک رستم میگیره یک خونه داد. و مردم تاجیکستان من حیران میشم دتاوام که بیسوادن کی هم که یک گوان کی همین اکثری مردم نمیفهمن همین یک از رئیس جمهور شید مثل اون که همین وطن ملکیت شخصی شای. یعنی شما میدونی که یک نفر شما وقت مسئول میمونه من میگیره رهبرتون میمونه. خب در یک حزب در یک سازمان در دولت رهبر میمونه. رهبر معاش تعیین کرده میشه و جای خوب همه چیز تعیین کرده میشه از طرف هم نفرایی که تعیین شدگی هست. یک نفر در یک کشور پرزیدنت تعیین میشه و اون معاش داده میشه و معاش او ایکیجو میویا. پرزیدنت چیدی معنی نداره که همین کشور در دستای چی خیلی بفورد میکنی. تو سگ بچه بدی تو خودیم باید خلق بشه. و همین بودجه یا بگیم بیت المال، همین چی خیلی که بیت المال بسیار که بیت المال ولی اسلامی و دنیوی بیت المال مردم زکاتش میتونن مثلا پول همو چیشونا تکس شونه اونم نالوگشون جمع میشه اونجا اونا رئیس میگذارن تا میرم کمبودی توجیستان میگن چه کشور میشه در اونجا باید مصرفش کنی. و اونا رستم ای بودجه کشور یا خونه را داد رستم تک زور تو را خونه دادی ایکیجو دادی خونه را ایکیجو دادی کو سوال جواب ایکیجو دادی. چقدر معاشی تو کارگر دولتی تو بیزنس نداری کارگر دولتی معاش دولتی میگیری. خب معاش چقدره؟ چند قدر تو معاش میگیری؟ 20,000 دلار 50,000 دلار 5,000 دلار 5,000 دلار اگر معاش بگیری. خب تا معاش خود گیتی مرک او زنه که خونه خریدودی؟ نه البته. گرچه معاش همین کشور ملت از شما یک کسی مسئول گذاشتن معنی اون را نداره که تو صاحب همه ای. همین معاش نمیدین من ملت همین بودجه این دولت همین معاش همین اندازه مردم میسپرن گریته یک خونه داده و شما میری اکثره میره کونی اون را میلیسی. این مثل که مردم بفهمی شما بفهمی نمی چی خیلی که نمی برزگوهای بلوگری که میکنن بازیایی که میکنن گیمایی که میکنن پول همه جمع میکنن بعد یک از در میتنش شما پول لاتاریه بازی میکنه مثل همین لاتاریه. این همه سوختارش تو شما این اون جمع کردی 50 پرتوخته گرفتن دادنش. همون رستم هم همین کار کرد. بودجه دولت این شما انداز این اون درآمد برآمد گمرک این داد همون گرفت دادش. چی شما رفته کوچه لیسیسه که را خونه داد و کاندو که چی او زنک بچه فراموش میکنه با اویا که برای این مادرت بپرس کسایی که همین کنی رستم رسیده برای که این مادرت بپرس میتونه ترا با یک خونه ایواز کنه ترا به یک خونه بگیره میتونه ترا با یک ماشین ایواز کنه میتونه ترا با یک معاش خوب ایواز کنه. اصلا همون کسایی که همین گپا رو درست سیبر رستم می‌نویسی شما را میشه ایواز کرده. شما ارزش همین چه دوره شما با چند ایواز کنه میشه و آیا مادر بپرسی بعد میفهمی چیزا. خب آدم میبینه که با معنی که مردمی که
مردمی که در تاجیکستان من نمیفهمم، مردمی که در روسیه من نمیفهمم که مردم چی را منتظر میشوند. در عقیده مردم تاجیکستان یعنی ما سالها میشود نسل اندر نسل کار تولید میکنیم مهاجر غلام برای روسا را. ما وقتی کودک بودم در مکتب میخوندم، یا رفیق من اکنونشون میگیریم همسینفم، پدرش ما در شروع ما مکتب صنف 1 میخوندیم، پدرش روسیان بود. میرفت روسیه کار مهاجر مهنتی میومد، 1 سال 2 سال 3 سال کار میکرد میومد. پدرش هم خیلی بود. ما 7 ساله بودم، سال 97. خب ما کلان شدیم، با وویا رسیدیم، مکتب ختم کردیم. او پدرش حالا میرفت میومد. خب بچه‌م ختم کلان شد. ما مکتب ما صنف اینا را ختم کردیم. ما رفتم کالج دوام دادم. او رفت روسیه. نبود و رفت روسیه. قدی برادرش که خیلی خوب بودن، خودش رفت، بعدش برادر دیگری 2 سال 3 سال دو تا سه بودن. بنابراین روسا رفتن. بعد اونا که رفتن پدرشون جار خالی جای کسب خیش در فرزندش داد، خودش دیگه روسیه نه. همون با همسایه من حوزی هم بود میره روسیه میاد. 2 سال در روسیه یا هم دو تاجیکستان، 2 سال در روسیه هم دو تاجیکستان. و همون 19 سالگی 20 سالگی والله آدم زنگ گرفت بچه دار شد. یعنی خودش ما کودکی که بودیم به پدر کلان شد. ما هم دانو یک آدمی که نزدیک ما گفتم، من یک کسی که دو رفیق هم هستیم، دو رفیق بودیم. خودش به پدر کلان شد. پدرش در مهاجرت مهنتی بزرگ شد. جای پدرش گرفت، یعنی در 30 سال ما جای پدرش گرفت. پدرش اینجا اومده او را استوب کرد و خودش جای پدرش گرفت. نوز خودش میگن که با در ما 18 سالگیش در ما انجامش زنگ گرفت. اون سری بچه دار شد. از بچه‌ش من گفتن که بولش ندونم تقریبا یک 15 16 سالش است باشه. یعنی یک کد، یعنی فرزندم مثل خودش به پدر با ویا رسید. کادر او پدرش فرزند چه کادر تا رفت روسیه علاقه کودکی کلان شدی مکتب صنف نه ختم کردی تمیره روسیه مهاجرت مهنتی. یعنی آدمو در کودکی و دکوی مثلا یه کشورا میپرسید او مثلا آرزوشونه که در آینده میخواد چی بشه. من کلان شدم میخوام دکتر بشم، میخوام معلم بشم، میخوام نمیدونم پایلوت بشم، نمیخوام مثلا کیهان‌آور بشم، دیگر بشم. مردم تاجیکستان کودکان تاجیکستان میپرسید میخوای کلان چی بشه؟ میخوام کلان بشم روسیه برم کار کنم یا اوپل بخرم. مغزی داخل تاجیکستان کودکان برم روسیه اوپل بخرم. خلاص منم شید. هم شیریست. مثلا منظورم تاجیکستان همینه. او رفت اومد پسرش رفت. نه پسرش بنام واسه ایمان بود. بچه‌ش نه برای کادر تیار شیریسته. سیستم تاجیکستان ازشید رویش که اولاش نتپان دیگه هم رفت مهاجرت مهنتی. نسل اندر نسل اینم کار کردیم. یعنی ما یک زندگی ما باید که فردا ما از امروز ما فرق کنه. فردا امروز فرق کنه. اما نه تنها فردا ما از امروز فرق نمیکنه، یعنی او 50 سال مون امروزه که هست و دیگه علاقه با 20 سال آینده یک پلانه تغییر نمیاد. او رفت مهاجر بود، او رفت جامعه میتم بود میرم بچه‌م نمیرم همین اینم خیلی برنامه ما تو بکای چون تو کای اینم تحمل میکنی. من نمیدونم در داخل والله قسم در داخل او سینه شما چیه؟ یا تیکه سنگه یا گوشته، اصلا خون وجود داره نداره، من نمیفهمم. مثل یک باور که یک حیوان واکنش نشون میده.
والله قسم حیوان واکنش نمیده. من نمیدونم چرا این مردم واکنش نشون نمیده. چرا واکنش نشون نمیده؟ چرا رحمانوف مثلا نگفت که باید صد یکم روسیه را ببنده؟ خب در این کاری که رخ داده چرا نکرد؟ چرا سفارت را کورش مثلا چی نکرد؟ استاپ نکرد، آقا نکرد که تو شما کار جدی ببینن. چرا اگه واکنش نکرد؟ چرا مردم اگه واکنش نمیکنن؟ من نمیفهمم مردم چرا شما مثلا یک مقصد من دینی درسته برای مردم تاجیکستان دین یگام ارزش نداره. ما تا زمین 10 سال زیاد میشه در سیاستم، در 15 سال در سیاستم همش فهمیدم برای مردم تاجیکستان یگام مقدسات وجود نداره. مردم تاجیکستان مثلا مردم تاجیکستان کل تاجیکستان از شرق تا غرب، از غرب تا شرق، شمال تا جنوب، جنوب تا شمال یگام ارزش دینی ندارن. مردم تاجیکستان یگام چی براشون مقدس نیست. اگر دینیش ما سنجیدیم که یگام چی باید در دین یگام چی براشون مقدس نیست. نه براش نه خدا مقدسه، نه پیغمبر مقدسه، نه دین مقدسه. هیچ ارزش برای مردم تاجیکستان این چیزا نداره. ما چیزا را دیدیم. برای خودی دیگه درباره دین چی نگفتیم. برای که مردم دیگه ندارن یک نموز شدگیان چیکارشون میکنه. اگر بالفرض که اگر ماکسیمال نبکنه برای شکم برای جانشون میکنن. اینجا اومد نه مسئله جان. شما که در صف میسته که بناوگاه شما را قتل کنن، چرا تغییر نمیده زندگیتون؟ چرا یک زبان دیگر را نمی‌آموزی؟ چرا یک قانون را نمی‌آموزی؟ چرا یک کار نمی‌کنی؟ حداقل شما نمیتونه رحمان رو طلب کرده که اون وظیفه شما که باید طلب کنی، حق اختیار طلب کنی. نه اوسو طلب میکنی، نه برای اختیار یکم نویگری میکنی. یا ذره انسان اگر ناموس داشته باشه، یا ذره اگر انسان ناموس داشته باشه، اما رفتن روسیه را بس میکنه. من یک بار رفتم در طول زندگیم روسیه. یک بار رفتم. نه گفتم یه جای من نیست. من روز خواب دیدم که در روسیه خواستم عرق کردم. من این قدر کشورمون بد میبینم خطی ملتش. در خوابم دیدم والله قسم عرق کردم که من در روسیه. برای اون نه ترس یکم چی یکم استعداد یکم چی نه. او زمانی که ولی من بگم که با گفت رحمانوف تروریست نبودم. همون زمان من یه بار رفتم با گیره رفتم. با خنده برگشتم. همون زمان من عرق کرده بودم خوابیدم در روسیه. من نمیدونم که این مردم چی امید قطعی میوین، چی هدف قطعی میوین. اینمی کشته استانشون، تحقیرشون کرده استان. دایوازش میرمن یا کملیسه که با روسا را میکنن. نه ای حقی شون دفاع میکنن. نه رحمان رو طلب میکنن. نه مثلا تغییرات در زندگیشون میورن. اینجا از ما یک چیز دیگر رو میبینیم که مخالفات چیکار کردن. ولی مردم تاجیکستان نکردن. مردمی که در روسیه ولی با همون خیلی یک چیز سیاسی نبود. این اعلان مثلا یکم میتینگی نه 24 نه نظر نه یکم کسی یکم حزب سیاسی یکم چی نبود. نکیم یکم جرأت نکرد که اما یکم تاجیکستان گفتن خیلی نازکانه خواهش میکنیم ما روس‌ها را دوست می‌داریم، گرینی دوست می‌داریم، I love you دارن روس‌ها. ما فقط همه آدم میگیم با بخشش عذر میخوام که آقای محترم یک کردش در بدن اون کودک خلید منظرت میخوام. اینی خیلی گام میزنن. خیره بیته. استغفرالله. ما میبینیم که مخالفات چیکار کردن. خب طیب الله انفسکم رفتیم
تعداد نفرهای اعتراضگر در کشور آلمان در روبروی کنسولات روسیه در شهر بون. خب چند نفرن؟ سه. اینم خب خب اما خب ای دیده شما ای در مخالفای تاجیکستان در آلمان، مخالفای حکومت تاجیکستان، میگم مخالفای تاجیکستان، مخالفای حکومت، مخالفای رحمان در آلمان، نمیدونم یعنی در حدی بودن که میشد که حسابشون کرد، یک دو سه چهار پنج شش حسابشون کرد، اونم که نفر بودن. از آلمان روسیه دیگه میشه دیگه برای مردم تاجیک، یعنی نه کمتر از 100,000 شاید باشه، یا کمتر از 100,000 بالای 100,000 تاجیکستانی‌ها شهروند تاجیکستان در روسیه قرار دارن. در روسیه ببخشید در آلمان زندگی میکنن. از مخالف شروع کرده با دانشجو با دیگر. خب دقیقاً همیتی ندیدیم. مخالفو دقیقا بودین، چرا نرفتین؟ یعنی در همه آلمان غیر دانشجو کسایی که اگر ما بگیم ویزای کوری قطعی اومدگیم شاید که 5% خطا نکنم، اگر 5%، اگر نهایت شب بگیرم گفتم بارده که پاتولوگش 10%، 10% بیشتر نیست. 90% همی به 90% همی بنا مخالفن از حکومت رحمان و تنقید. همه پناهنده سیاسی داره، پناهنده سیاسی که داشتی دیگه مخالفی، حالا اینکه تو در یکم حزب اعضا هستی یا نیستی لفرق، تو مخالفی. خب چند نفر رفتن؟ خب برای چی نکردیم؟ برای چی نرفتیم؟ شما خودتون مخالف میگید، چون نرفتیم؟ مثل اونکه با والله قسم من خودم راستی چند وقت بودم در مبارزه نبودم، مبارزه نمی‌بردم با دیگر سبب‌های خیلی مختلف بود. همین چیزی که همین بوده که قتل کردن یه هفته تقریبا یه هفته خوب من خودم پریدگی بود. همین میگم هر وقت میخواستم در فکرم کودک بدم، دمی صحنه پیش رو می اومد در اینستاگرام می اومدم، می در فیسبوک یا در یوتیوب، در همه چیز زیاد یک صحنه خیلی هم دردناک بود، خیلی دردناک بود، والله خیلی دردناک بود. من فکر کردم مولی زمین زمان رو میتر کنم. و مخالفه برای چی نرفتین؟ من نمیفهمم چی من نرفتین؟ همون چند نفر انگشتشمار نهضت چند اعضا داری در اروپا؟ چند تا اعضا داری؟ او 45,000 که 45 چند اعضا داشتی؟ تقریبا همه اعضا تا واردگی. او چند هزار دیگه در اروپا گرفتی. کو اعضا کو طرفدارات کو او خدمات کو؟ من نمیفهم چی، چون که اینجا نمیدونم میتینگ یک از دیگه اعلام کرد، برای همین نرفتی که باید خطان اعلام نکرده یکم تیتول سیاسی میگرفتی بعد میرفتی.
یه چیزی بود که با یکم میتینگ برام کودک با یکم کس راب نداشت، نه با 24 نه با نهزت نه با یکم کسی راب نداشت. همچون انسانیت باید میرفتن اشتراک میکرد، همچون انسانیت. اونجا کودک قتل شدگی او کودکی که در او رسید مثل حیوان کشتنش، اون نه کودک 24 بود، نه کودک نهزتی بود، نه کودک هم مخالف دیگه بود، یا ایز 26 دیگه بود، یا کودک عادی بود. 4 نفر انگشتما رفت. پشکا در همه آلمان از لاگرها شروع کردگی با ایجش با اوجش از باور که ای سیریز گفته توجیک بیشتر میشناسن. مردم سوریه که همونجا جنگ شد میلیون برآمدن بدن، ای سوریه توجیکا رو بیشتر میشناسن در همین اروپا، مخصوصا کشور آلمان. کی شده بودین؟ مخالف هم نگین ختونه میشوه. و بیجا اگر برداری که هستین میتونین که پیوست بشین در استریم در صحبت کنین، فکراتون رو بگین که کس چی. من کمیتر رو برادران کمیتر رو نمیخونم، کمیتر هم قدر بسیار شدگی که هسته، من اگم چه نمیخونم. لازم من بینم یک عکسی که همین کودکایی که قتل شدگی از جانب فاشیستای روس پیداش میکنم. حکومتی ها یکم شیطانکای رحمان فرستن در اینجا و گپ گفتن هم ندارن. خب برن چی بگن؟ او رفت امام علی اونایی تکد چیه گیجا چی خیلی محافظت کنن. من ببینم همون صورت هم پیدا میکنم. پیداش نکردم. من خلاصه من یک چیز داشتم 5 تا کودک توجیه که 5 تا که من میدونم با تاریخ چیز داشتم قطعی که قتل شده بودن از عمر 6 ماه شروع کرد. مایدهش عمر 6 ماه و کلونش 10 ساله بود. 10 ساله گیریم قبل جان کشتن 10 ساله بار اولش نبود. همین همش تاریخ چیه بود پیداش نکردم. خب حالا هر چیزی پیداش میکنیم. آخرش چی میشه مردم تاجیکستان؟ آخرش چی میشه؟ شما چی را منتظر میشین؟ حالا والله قسم جای خیلی صحنه دردناک بود، خیلی صحنه غمگین کننده بود. با والله قسم خیلی من وعده کوشش دارم. آخرش چی میشه؟ آخرش کی با انجام میاد؟ نه خب مردمای یک مردم ازبکستان، مردم دیگر جا بخزن از کودک قتل کردگی ما حکومت چینه بخزن از کودک قتل کردگی ما دفاع کنه. حکومت تاجیکستان هیچ، مردم مخالف مردم تاجیکستان در جامعه شهروندی هیچ خب کنین. یعنی برای یا شما ارزش یک پشه هم ندارم. از بک ما ببینیم بیا کویستان بفرما. میکروفون گیرو نکشته که، نمیدونم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خوب میاد. بله خدا شکر. حضرت ایشان همونقدر با آداب و با مزه صحبت داشتی که من فقط در اومدم که صحبت بس نکنم. من آماده هستم که صحبت های زیبای شما را گوش کنم، چون که دهن شما نو گرم شدگی. آدبیش هم موندگی نیست. اوز اگر دوام رشتم با همه جزیره بود میکنم. نه که جزیره باشم شاید بشوه. از اینی که شما را در روی صحنه میبینیم خیلی خوشحال هستیم ایشان خلیفه. تشکر برادر جون. چی گفتم من نظر چی نسبت همین کودکی که مثل حیوان قتلش کردن؟ خب این نشاندادی او را نشان میده که حتی همون انسان هایی که راضی هم به قتل یک انسان همون مقتول خود انتخاب میکنن و در حقیقت شما بسیار دیگر ملت ها را در اینجا مثال آوردن که چرا دیگر ملت ها را به چنین حالت گرفتار نکنند. خداوند هیچ نفر را به این حالت گرفتار نکنند، اما مسئله در اینجا ای است که اینها یعنی یک لقمه آسان گفته تاجیک در اینجا استفاده بردن و همین که مردم یک صدا برآوردن، یک روز یک احساس همدردی با تمام مردم بود، اما حکومت و نمایندگان اون با همه افکار خود و کوشش کردن که اصلا صدای من میاد ایشون عبدالحی؟ بله هست بردار بفرما. و حکومتدارها کوشش کردن که همین صدا بلند نشوه، به خاطری که حکومتدارها در اینجا شما سوال به میان آوردین که چرا حکومتدارها در اینجا نگذاشتن که همه بفهمن، یا اینکه در اخبارهای عامه تاجیکستان هیچ چیزا نوشته نشید، در کانال یک تاجیکستان هیچ چیزا نوشته نشید، یا اینکه گفته نشید در این بارها. خب معلومه که ای بالا فرمان گرفتگی بودن که همین کار نکنین که قوتا میکنیم. بله دقیقه. میگه من نمیفهمم چرا مردم نمیفهمن. چرا شما نمیفهمی؟ همو نمیدونم، همو در بدن همین مردم تاجیکستان یکم رگ احساساتی وجود داره یا نداره؟ چند رگ احساساتی یکم دارین یا شما که ندارین؟ همین گو ولی ما مردم با گو مقایسه نمیکنم، برای گو را تحقیر میشه. همین گو بچه وقتی که یک شیر حمله میکنه میدونه که همه قوتش همون شیر نمیرسه 100%. لیکن به خاطر بچهش خودش فیدون میکنه. اما یا معلم خدمت بخیره بچه ما را بروا. خب مردم توی خب شما چی؟ خب چرا مثلا اگه به ریاکشن نمیکنید؟ منتظر میمونیم که تا نوگت به نوگت بیا هر کدام ما را قتل کنه. تا بکی اولی خوب میشوه. 35 سال رهبر تاجیکستان های 10 بار شید یک وعده داره. وعده در برمده سال نشد. تا 35 سال یک وعده داره. 2 سال پس برقش افسانه میشوه. 2 سال پس برقش افسانه میشوه. من کودک بدون باز یا مردک 35 ساله هم. یا مردک 35 سال هیچ کنه کرد. من سال 90 پادم بود دمارده سر حکمت اومد. چی که دگیه برای مردم هم؟ چی برای شما دودگیه که مردم شما همه تحمل میکنه؟ والله قسم من نمیکنم. چی برای شما دودگیه؟ چی دودگیه؟ مثل یک بود پرستش میکنی، مثل یک عبادتش میکنی. اگر برای شما یکم کار میکرد چیکار میکردین؟ نه چی میکرد چیکار میکردین؟
کسی هم رو مردم واسه داشته کنید من گرم نشم باید نکنی بیرون بود. عبدالحی سلام علیکم. علیکم السلام بفرما با نازنین شما سلسین. سلامت باشه. خاطر نازم گفته نمیتونم به فکرم حضور احولی یگون کسه یگون نفره. واقعا بریم ما هوا. حسین کودکش دیگه بخدا نه زندگی نه راست. نه یگون مشکلی نیست. نه دیگه چینه نه دیگه هر وقت شب به دور میشم هم کودک هم صحنه در پیش رو ما در اینستاگرام ما جمع در پیش رو میاد بعد میبینیم مردم تاجیکستان که یگون وکنیش نمیکنه نه طرف مخالفه یا وکنیش یا جدی شدگی در همین نسبت همین کودک نه طرف حکومت تاجیکستان کو تام او با تاریخ اولش دیگه مثلا او مثل همیشگی هیچ کنه میکنه نه طرف جو مردم شدگی خیلی قطعا هم کودک با یارا با یگون حزب مخالفه سیاسی نداشته من نمیدونم چرا مردم هیچ گونه کدام قطعا نسبت با ما کدام مردم ازبکستانی که همسایه‌مونن اونو یعنی یکم بگم جوسکیتر چی کردن وکنیش کردن مردم روسی که هستن قزاقستان، قرغیزستان. میگه خیلی ما بگم چی میگه خاک ما بگم چی میگه چی میشه با یا مردک اینم قدر ریش دوری خطر خدمان مرد خلق کدای متاسفانه در جامعه ما او زنها ای مرد را با بیشتر الحمدلله بخاطر مرد میشموره میگه که خد عقش دوکنی و تو معیوبی تو کمپیری تو دستت فلجه پود فلجه که دیگه و یگونه واریانت تو فقط موندگی تو فقط دعا کدن راست. واقعا منم نه از کار اومدم که برنامه‌تون رو دیدم. دیگه توقت کردن نتونستم. من وارد میشم باید ما حتما بگویم در این مسئله. در اول همدردی من به مادر همه نزدیکانی همون کودک 10 ساله که قربانی کردن واقعا هم قربانی من و شما شد. من فکر میکنم اصلا قربانی خاموشی ما شد، قربانی ترسی ما شد. چون فکر میکنم همدردی من قبول کنن. من هم غم شریک هستم با اونها. من هم خون میگیرم از همون دقیقی که من تماشا کردم در اینترنت پخش شد. گفته شما برای نه خواب دارم نه خوابم میفهمم نه روزه. آبی چشم داشته نمیتونم. در کجایی که نباشم در مترو در کجا نباشم در پیشم میبرد من گریه میکنم. در آخر دخترم گفت که دیگه تماشا نکنید دیگه همین چیزا گذرید که وجود در عصبهای من تاثیر. این واقعا دردناک است. این دهشت شد. اینو ببینید پیش از این هم یک 5 نفر کودک های ما قربانی شده بودن. وایدو شده که بود عمرعلی شده که بود با یک چند نفر دیگر. در همین حالت هم کمترین نفرانی که صدا بلند کردن در همین موضوع اگر پیگیری کنیم پیشترش رو در این مسئله هم که واقعا من پیش از این پست هم نوشتم خودم آمده نتونستم نوار هم کردم نتونستم خودم آمده اسپکویس شده نتونستم در این مسئله. غلام هستیم غلام و ما از روزها وابستگی سخت داریم. خوب شما از کمتر گوش کردن پیشتر درک کردید در همین مسئله که نفرانی که در داخل هستند خوب فرض کردیم در داخل هستند میفهمیم اونها رو که نفرانی که در بیرون هستند با اونها چیکار کردگی هست. نفرانی که گفتشو خود رو مخالف اعلام کردگی هستند زیاده نمیدونم 10,000 باشد. تاجیک برآمده که گویا که او گریزی سیاسی هست گویا مخالف هست در اروپا گشته ایستاده خاموش. خیلی نفری کم در همین مسئله صدا بلند کردن. اون نفرانی که قرغیزستان قزاقستان حتی که در همون کشوری که من عین حال زندگی دارم در همین جا هم خبردار هستن همه به من همدردی بیان کرده ایستادن. عبدالحی از ما خاموش هستن. بعد یک واقعه شد. من واقعه میخوام در فرصت استفاده برده در همین جا بگویم. یک چی благотворительный фонд تاجیکش به چی میشد؟ فوند کمک از فوند کمک گویا رفته یک خانوم همراه کماندش رفته کمک کرده است. واقعا من نمیدونستم. من فکر کردم بلوگر و همون نواری که گرفت با من پسند ناومد. نه تنها با من
бисёр ғулум писанд омад. Навор ба гап нест. Кӯмак ин хуб аст. Ман дастгирӣ мекунам. Ҳар намуди кӯмака дастгирӣ мекунам. Ҳама намуди кӯмак, ҳатто таъзия рафта баён кардагишон дастгирӣ мекунам. Дастшон дарду набинад. Илоҳӣ. Кӯмак ҷамъ карда бошанд ан мардума. Инам хуб ҳаст. Ягон проблема нест. Дар ин ҷо дигар проблема буд. Кӯдаке ки ман чунин ҳис кардам ки вай кӯдаке ки гуфтанд ки додараш ё вай гуфтанд близняшка гуфтанд, нафаҳмидам дар ҳамин ҷаш воқеан маълум нест. Ҳамонро аз мобайни гирем мондагӣ ҳастанд пурсупурс карда истоданд. Пурсиданд. Саволҳое ки Дугоне ки ҳам Қобилҷона? дугоне ки Қобилҷона пурсиданд, мегӯям ки дар забони юридика 98 вопросе. 98 вопросе доданд, яъне ки пурсуҷӯй карданд дар ҳамон ҳолате ки вай шоҳиди ҳамон ҳодиса аст. Воқеан шоҳид ҳаст. Ва ман ҳамин писанд аз нуқтаи назари юридикӣ ман баҳо додам ва як пост навистам. Яъне ки вокуниш кардам. Вокуниш кардам, агар тамошо карда бошед, ҳамон пост аз қариб 2000 тамошобин шуда ки мардум ба ду тараф тақсим шуда ки нафароне ки ҳамон хонума мешиносанд, ҳамчун фонди кӯмак мешиносанд, хестанд мана ҳақоратборон, ҳама чӣ ки нагуфтам, ман ҳамаш қабул дорам, қабул кардам, фақат хомӯшам нигоҳ карда истодам. Чишбу комментарияш бошда ки қариб 500 шудаги аст. Дар ин масъала инро бубинед. Аҳамият дида ҳамин ду масъалае ки ман вокуниш кардам, ман фикри худам баён кардам, ман гуфтам ки шумо нодуруст кардед. Вай кӯдак шоҳид ҳаст. Дар ҳолате ки айни ҳол тафтишот рафта истодааст, ягон хел пурсупос мумкин не. Ҳар як ҳарфе ки мо мезанем бар зарари худомо мешавад. Бо вай кӯдак гуфта истодааст ки дар ин ҷо хабар мегӯяд Кобил мегӯяд там как бы привлёк внимание, да, отвлёк от них внимание, и учительница сказала так. Дар ин вай кӯдак ба дода истоданд ки яъне ки ба ҳимояи муаллима. Оло ин ки муаллима бояд ранги шит меистод, ман кор кардагӣ ҳастам. Ранги шит меистод, ягон кӯдака намемонд ки равад, медаровард. Кӯдак навора аҳамият диҳед. Кӯдак аз даруни ҳамон вақте ки мепурсад ки мисол кадом миллат ҳастӣ, видимо вай мегӯяд ки ман аз ҳамон ҳастам. Хел бировардан, аммо симхона ман ҳайрон шудем. Чаро муаллима кӯдакро бировард? Дар берун буд. Ҳолату хеле нозук аст. Хеле нозук аст. Фақат танҳо ҳамин кӯдак мегурезад аз ҳамон ҷо. Ин ҷо муаллима гунаҳкор ҳаст. хоҳем мо ин нахоҳем муаллима бояд пеш аз ҳама кӯдакоша ҳимоя мекард. Аз вай кӯдак пурса истоданд ки ту мегӯяд хавай отвлекать кард. Парид чизтона пад. Агар битонем дубора дохил бишем. Ман намедонам. Чаро хешид? Интернетом қатт шид валлаҳ алам. Дубора шапа ки интернетом қатт шид. мардуми мо ба ҷое ки мо тарафдорӣ мекунанд, ҷое ки бояд ки вокуниш нишон батам, тарафдорӣ мекунанд. Бале ҳаст. Инро бубинед. Ман ҳамин тамошо кардам, навор бо ман сарам вайрон шуд, навор бо ман писанд наомад, мегӯяд ки вай отвлекать кард. Герой кардан, қаҳрамон кардан. Хуб, инаш биям ман розӣ ҳастам. Шояд қаҳрамон ҳам бошад. Воқеан ҳам аз як нуқтаи назар нигоҳ кунед, қаҳрамон ҳам аст вай кӯдак. Дуруст. Дар ин ҷо ба онҳо писанд, дар ҳамон ба хонум писанд наомад, ба ҳамон тарафдорои хонум писанд наомад ва 8 сол фаъолият мекардааст. Нафароне ки мешиносад кӯмак мекарданд, дигар вокуниш бардоштанд ки ман нодуруст кардам, ман пиар кардам, ман хайп карда истодам. Не, ягон хайп не, ин дарди дили ман буд ки шумо нодуруст карда истод. Ман гуфтам ки ба блогерҳо бовар накунед, аз мошенникҳо худдорӣ кунед. Минимально бояд аз кӯдак пурсен. Минимально савол-ҷавоб. Как би тавсия додам. Может быть, ин дар кор набуд ба мардоми мо. Ҳамин писанд наомад. Дар ҳамин масъалае ки ман чӣ кардам, вокуниш кардам, ҳама хестанд дига ба по. Лекин дар дигар ҳолат бошад, агар хапанд. Дар бисёри масъалаҳо хапанд. Аҷоиб саҳна. Ман чӣ гуфтанӣ ҳастам дар ин масъала? Абдулхайр. Садом ҳаст? Бале ҳаст, бифармоед. Ман чӣ гуфт? Мо Абдулхайр ҳамагӣ яке аз фондҳое ки кӯмак мекунад мардум иқа хестанд. Вақте ки танқидаш кардӣ, мо критика қабул нестем, танқида қабул карда наметонем. Мо ғулом ҳастем. Ҳоли мо занҷири ғуломии шикастагӣ нестем. Дар ғуломӣ қалб дорем. Инро бибинем ки барои якта блогере ки ман гуфтам ту нодуруст кардӣ.
намекарди ҳамин корро бояд. Ин вақти тафтиш шуд ягон хел намегирифти, ина паҳн намешуд ҳамин ҳолатҳо. Хай гуфтанд ки дигар нафар паҳн кардаги аст, шояд чунин ҳам бошад, ягон чи гуфта наметавонам. Мардум тақсим шуданд, хестанд дигар пушгирӣ. Адекватне чӣ нест, адекватне дида баромадан рассуждение нест дар ин масъала. این خیب نبود که همه واکنش نشان میداد یک جای خیب نبودی. ин хайп набуд. Ин яъне ки мо танқидам, критикам кардан, бояд мо танқидпазир бошем. Мардуми мо танқидпазир нест. Ман чӣ кадом нуқтае мехоҳам гӯям дар ин масъала? Ина бинед, масъалаи як блогере ки не, скажем так, может быть и блогер, может быть вай фонди кӯмакӣ хайравӣ бошад, танқида қабул карда натонистанд инҳо як блогер. Ҳоло ин ки мо дар бори президент, дар бори дигараш агар танқид кунем, ино чӣ кор карда истодаанд? Гап дар ин ҷо ҳаст. ки мо наметавонем رحمانов یاد گرفتگیان که باید تنقید پذیر نیستن، باید هر چی رو فقط تعریف کنی، تنقید نکنی. فقط تعریف کنی. تو درست کردی، نادرست کرده باشتم، تو باید تو درست کردی. ما در حالی که شما در کشوری که زندگی دارید، ما صدها فوند خیریه داریم، درست؟ صدها کمک هایی که میکنن، خیلی گرانت میگیرن، کمک میکنن، از مردم جمع کمک میکنن. لیکن من در پوبلیکا ندیدم. خب میگه که برای اچوت نیست من کردم. خانم برآمد بعد باز چی کرد؟ افیر کرد. در نوارش گفت که من برای مردم باید اچوت دیم، برای مردم من باید اینا گویم که من چند پول جمع کردم. گپ در باری پول نیست اینجا. جمع کرد اچوت نیست هست، همه جا به هست. نوار کردی بود دبره گرفته موندی، برای خودت در دست خودت باید باشد. کسی که میپرسد باید بگه که انا من هست، من پول برده دادم همین قدر. نه اون که کودک باید پرسش گذارونی در این در پوبلیکا ما در حالتی که تفتیشات رفته ایستاده است، هر یک سخنی که وای کودک گرفت میگه که نه потом ребята сказали что может он отвлек. میگه он отвлек. وای باید شما گوش کنید بعد анализировать میکنید. تو چیز کردن خیلی مشکل است. واقعا هم نمیتونن. غلام هستن. در حقیقت غلام زنجیره غلام شکستگی نیستن. ببخشید یعنی که هدف او پیدافیلی بود، هدف پیدافیلی کودک تاجیک نبوده گویا. بله. یا مثلا که او جلب توجه کرد، یک داوید دیگه اما بگیم هدفش دیگه همراه هدف گرفت. مثل که او چقدر او ویدیوش هم باشه، بگیم تازه همه اچه نشون داده که همه آخی پدر درآمد سیمخانه با سیمخانه پرسید کدام گروهی که نمیدونم بگفت سه گفت چی گفت، هم خیلی گروه هم خیلی هم تا آدم تا پرسیده رفت. معلمه پرسیده و مکتب معلمه که چون تام کار نمیکرده است. پس و 15 دقیقه نوار هست. من همش تماشا کردم از سر تا آخر برای که اون هم با انالیز کنم. 7 دقیقه در همون حجت خانه و لباس میپوشد. 13 دقیقه دیگر و در همون مکتب میگردد. در دستش کارت. این رو ببینید. معلمه میبرد میپرسد، بسیف میدارد با کارت. میگه که تو چیکار کردی؟ تو چه دیلش؟ آخه نبود یک نفری که گرفته و معلوم بود که اون کسا میکشد. کودک دیگرم پیش شما گفت کوی کار دست گفت خیلی سوز هم چرا پرسیدکش نمیدونم کامل بود، یعنی نوارش نگیجه بود یا چی اومدگه محافظ اومدگه در دستی کورچه اومدگه نمیده که بعد سیو پوسکنه به تاک بخری. بله خان دوبینکه هیچی ندارد. کشتن اومدگه تو همون خیلی محافظت میکنی. و میگه که من پاجیز نمیشنم. میگه که догадывайся сами зачем пришел. Правильно? و گفتوس معلم دید این موبایل کیم چند دقیقه میتونست که پلیس تلفن کند. میگن میتونست که این 100% عیب معلم هست اینجا ما نمیتونیم. در این حالت اونجا کودک میپرسن میگه که در دهن کودک باشد و پرسیده که اینکه همون پرسش خیلی برزدی ما میشد برزدی، یعنی که از همون گپ کودک میگیرن دیگران میگن که ها وای специально отвлекать کرد گریخ از وای отвлекать کرد чтобы ما با دیگه سیم دارن دیگه کودک ضربه نبیند. Это разве это правильно? Это вот это взять, опубликовать. ай бихилиш кудака хушка на намихиле чи мешава ин манзури гапшон. Бояд намегире грех на хакштанаш ай бихилишид. У чи грехтан ай дами тег ин гунагори буда ки накшанад. نمیدونم این مردم به چیکار کردگی هستن. مردم ما نمی کودک اکشتن و ما این کودک آخرانش نیست. این کودک اکشتن به هیچی. این не будет первый, не последний. این کودک اکشتن
او پدافیلی که هم کودک کشت کودک امورا 10 سال دادن نابالغ گفتن 10 سال دادن 15 ساله 25 سالگیش نمیبروه با کش دوام میده پدرش عکسش هم دیدم پدرش در امروز که افشین همو سازمان کثیف شونده دامجا همو خی آدم همو خی تربیه کرده هم خودم تربیه میگیرد بله این همی درسته می اومدی یک خونه دو تا خش داد ای پایتخت کردم صاحبکار وطنی با معاش کار $1000 آمریکایی در ماه اینا مردم آرام شد تمام نموید چی دادن تمام بچه او برگشت تو پولش دادن دیگه او بچه فراموش میکنه دیگه تمام مشکلات تاجیکستان حل شد دیگه اگه مشکل نیست تمام دیگه ما میاد اونا موجود داشتیم یه زن تاجیک بود غریبی با فرزنداش که بچه کشته نگرفتیم آوردیمش تمام ما دیگه نداریم ولی همون خونه هم میگن که یک رستم امامعلی داده گشته همون خونه هم میگن همون یک دیگه چه تجارت داده که سختی که با چی تجارت را کار داره توجیه همون توجیه وطن در همون کنه را با مجموع کدگان کی رابطه ها اینا گرفتن دیگه پسات کردن نامی رستم امامعلی و اینا ببینین که عبدالخیر برای چی وقتی که ایرپورت میبره برای چی اون ژورنالیست نزدیک نمیمونن برای چی رسانه‌ای که در تاجیکستان هستن خاموش هستن رسی که خیر فهمو برای همه معلوم است دیگر برای چی نموندن یادتون پاکنه با چند چه گرفتن اون روزنامه‌نگار آزادی را که شما هیچ رسانه‌ای نکنید ما از من برآمدن میگن که تو پست او دیلیت کن 10 بار پست او دیلیت کن و واکنش رفته شده است پست او دیلیت کن من گفتم فکر دیلیت میکنم بگذار استاد خب حقارت میکنی چیکارم که می استاد بگذار خطاگیشون نفهمن фондهایی که خریبی هستن نه تنها фонды دیگراش ни в коем случае набоят пурсиш мешут ни в коем случае даже که пурсиш шуд و باید опубликовать نمیشد رسانه‌ای نمیشد یا هر یک حرف ما بر ضرر مقدم ما است مردم جوجان جایی که یا وکنش کنن یعنی طلب کنن من نمیدونم اوز یعنی پول یا چیزیه که با خاطر پول از بحر همه چیز هستن پدر مادر همه چی میکشن بکشن پولش بده تمام آرومه ما میگه بریم و همو واقعا را ما با همو زنک صحبت کنیم آیو زنک ما اینترویو بگیریم اینه یک خیر ما اینترویو بگیریم که تا چکشتن چکشید گاشتن که همه چیز مثل روز روشنه بعد او را ما یک فوند بکشیم با جمعی یک کارت بونه با پول جمع کنیم این همین فرصت استفاده کردن بله من همین گفتم که احتیاط باشین یگون خیلی اینترویو نتین از بلاگرایی که ماشینی خیلی بسیار هستن از یکم دقیقه سر کرده هستن احتیاط باشین همو قدر این ملت به رحم شدگی همو قدر این ملت به انصاف شدگی هم قدر این ملت به وجدان و به دین و به احساس شدگی که والله قسم در پایین ترین سطح رفتگی من با والله قسم من مخالفم نه که من فخر میکنم تاجیکم من آشکار من فخر تاجیکم شهروند تاجیکستانم شهروند تاجیکستانم اما اگر واقعیت چه بگیریم همین جا در همین کشورهای همین اروپایی جایی که کم میفهمن همینجا میگه تاجیکم یکم واقعیت چه بگم شرم میکنی والله قسم شرم میکنی تاجیکم میگه اینمی تاجیک تاجیک میگن تاجیک آخه همین یک طرز شناس کردگی هم به همین جامعه دنیا که رحمانوف میبرم میگه که شما در دوره شوروی تاجیکستان هم کس نمیشناخت عقل بی مغز بی با کدام تفکرش با کدام شعورش گپ میزنه در دوره شوروی هم کس تاجیکستان نمیشناخت از من تاجیکستان شناس کردم برای تمام ملت دنیا در جامعه بین الملل این اون این دیگر نه تنها تاجیکستان هم میشناسن اعتراف میکنن بلکه احترام میکنن کی میکنه همون روز اینو ببینید عبدالخیر همون روز همین گفت همون روز کشتن دیدیم احترامشون چه احترام میکردن همه خیلی احترام میکنن قتل گشتار خیلی احترام میکنن گپ میزنه همین مغزت میپوشه به خدا قسم نیوه توقت کردن نمیتونی شوروی را میگیره با حوز مقایسه میکنه او شوروی در اوخه بود نما حوز ایتا کردگیم تو خودت چیکار کردی تو چیکار اوقع ما نه تنها ما سازمان ملل صد چند کشور همه او را میشناسن اما سودانی که در اونجا جنگ رفته صد تاش کردن هر ده هم را میشناسن بله چی شناس کردن چی شناس کردی شناس کردن چی تغییر یافتیم ما رفتیم ما را احترام کردن تا امروز گفتم امروز کودک کشتن امروز کودک کشتن با سطح دیگه اگر جای هم اگر یک تاجیک می بود یا دیگه نه تنها تاجیک
мусульмон дига не русский мебуд агар мегирифтан дига ҳама расонаҳо мебуромадан тамоми ҷаҳон эълон мекардан сразу же теракт мекардан дар ин ҳолат фақат убийство чихе там прямой теракт идёт фақат Путин нагуфт ки это террористический чип гуфта ки ҳама хаподан шояд акун чӣ кунанд фақат Путин даҳони раҳмон ба наандохт ҳамун чӣ ягон таъзия баён кардагиш не нараҳмон на дигараш у таъзия баёнаш кард Путин ин мегардад мегӯяд ки это неожиданно. Как это неожиданно? Неожиданно. Ҳар что история. Я ҳайвон и дар кадом оғилхоҳай и кадом гувоҳхоҳай намефаҳмад. Як ҷавоне ки барои зодрӯз нашкар ки мо пурӯ мекунем ё барои гов гусалав ё зодрӯз мекунанд дар ҳамун чиро ҳамун сони чида нашр кардагӣ буд та ҳамунро як раиси ҷумҳури ту кишвар та ҳамунро ёфтӣ тамошо кардӣ дидӣ ва кеси дар баромади солонат ура гуфтӣ барои мардам ки шумо пулои муҳоҷирро пуле ки мардам худш дар ҷай буд худ пул коркардагӣ та ҳамунро ин кор накард ҳамунро хеси гуфтӣ дар ин ҳолат ин қатлоро надидӣ вай ба харошу шанс дод дар ҳамун рӯз чӣ мегӯяд мегӯяд ки я ин ман намедонам ин хабиса мебура ҳар як чизда бо як гап такрор ба такрор ҳизбиҳо ихе кардан мусалмони моро ихе намекунад мусалмони моро ута намекунад хондан дар кор одеи гапаро 30 сол мегӯ хай ина мардам ай соли 2015 куллан ба зидди ислом мубориза бурд ё мардам хоб кофир ба гуфти кофир ка чикор кард накарди дар иваз чикор кардӣ мардам ата донишманд кардӣ ина 10 сол ҳаёт 11 сол шумо дар як кӯдак ай синфи як мактаба хатм кард 11 сол мактаба хатм кард хоб маштора бастӣ намон то аждара бираванд ай ислом кашидӣ иср хоб дар иваз чӣ тағйир шид чӣ кор кардӣ чанд донишманд кардӣ موجود او فقط او یک قسمت امو направленияш на аму муҳоҷирро ин тараф аврупо овардӣ як қисмат рӯи сиршон кардӣ ин тараф омадан ҳозир инҷо омада истодам чикор кардӣ дар ин вазиш мардама клубникчини англия рӯй кардӣ англия ина ислом гардониш ки ё агар мусулмон бошанд террорист мешаванд биёяд террорист нашаванд бараванд клубникчинӣ не ман намедонам уже чӣ гӯям ба ин мардум даже у меня слов нету ҳамон наворе ки тамошо кардам охироне ки қати Путин суҳбат кардагише ва и смех и грех ман ҳам ханда омада ҳам гирям омад охи ту шанс додосам одам мегӯд явно мегӯд ки террористы такой террористский акт нападут такой ту шанс дод ту как это неожиданно не говори неожиданно говори но это повторяется это такая политика рафтоз это не первый день тап на дипломатическом языке ага ҷудо хафа кардан нахоҳӣ бале мегуфта ки бори аввал нест чӣ хеле неожиданно мо кӯдак ҳувайдор ами оли киштанаш доли нав ами чизо тамом нашида 2 сол даводав карда каса ҳукуматаш хафош нашида кӯмакш накард охир бордан у одама денав ҷарпара кимчи буроварданаш ҳам таҷовуз кард ҳам киш кӯдака баъд кӯдака киш чӣ хеле неожиданно ҳайвон ту дар кадом оғилхоҳӣ ман сарпарам вайрон шуд баъди ин тамошо кардам гуфтам охи тебе даёт шанс ҳамун гуфтоз ҳамун худаш ки ту гӯ на дипломатическом языке ту гӯ ки ҳамеха это повторяется это политика такая у вас идёт не только там куштуся мигрантои дута сета ҳама гапсан всё хотя бы вот это скажи не да мо намехоҳем ки кӯдакои дигар ҷора бикушанд мо ҳеҷ вақт орзу намекунем ки масалан кӯдаки дигар ҷора бикушанд кӯдак ҳамаш кӯдака тифли бегуноҳ хо тоҷик бошад хо араб хо инглис хо ҳар чиз дигар бошад лекин агар ҳамин рафтор нисбати як миллати дигар мешид алло қасам намедонам сафоратҳоша мебастанд чун равоботи дохили дипломатӣ ҳамашона мекарданд раис ба ҳавопаймоере ки дар русия озарбойҷон азад ма қазоқистона мисол намеёрам озарбойҷон дадам шаҳрвандаи озарбойҷон мурд илҳом алиев ҳамона диктатора мо намегем чиава диктатора аммо охири раҳмонов ба диктаторам буга агар муқоисаш кунӣ таҳқиқ дар ҳаққи диктатуроа ҳамон одам ҳар рӯз буд мотами миллӣ эълон кард ису дигар нотавчи сафорати кашокаш давода худаш парид рафт русия
قدی پوتین گاز زد هیچ خیشی چواش موزده هواپیما را چوای خیشی گفته خیلی یک کشمکشی نه سخت جدی بود بینشون بله که اونو زدن اما گفتن که برای این کار رفت برای همین کاری قابل جان چرا برای کاری قابل جان رفت برای سفر کاری تو اونجا او وخری اونو تعلق دیگری بود برای اون رخصتی رفتی بعد اون تعلق ها خوردن بعد اون پوتین قطع هر قدمش با پرسنل وخری کرد او خود او نیازی دایی بود که تو باور نداشتی که از پوتین این موضوع را روی میکنه و چرا همدردی بیان میکنه ما فکر کردیم خاک باید چخچق میکنیم که با ما پارتنریم و ما خیلی ما نمیدونم ولی با لابلا ما این طرح میتونیم زنشون با همون گپای خودشون که ما پارتنریم و ما زوریم و ما دست صف اولیم او فکر که همین گپا رو گام میزنه که او خیلی همدردی بیانش کرد و تنه ارزیده نه تو باید مثلا من همدردی بیان نمیکردی او ارزش نداشت کودکی ما همدردی بیان کنی همین قدر همدردی بیان نکردی یکم باید چی انا هیچ نیازی نبود همونش هم نمیکرد عبدالخیر همونش هم نمیکرد همین کارو که پروست این جهانی شد او پوتین بخشم جهانی شد شهروندان روسیه که مردم قزاقستان میبخشه مردم داغستان و چچنیا دیگر جو حکومت چچنیا خودش وکنش شد داد این با خود مجبور این مردم مردم گرم شده مردم باید آرام کنن او ما هم گپ بگیم که مردم آرام شما محکوم کنیم که واقعا همین کار یک خیلی کاری بد بود کاری زشت بود ما این کار سخت من جدی میبینیم که تکرار نشوه برای دیگه مردم هم طرز واقعا وقتی که اولا کودک توجیه کشتن او آشکار روشن بود برآمد همه را پرسید که ملت چیه روسیه طرف من غیر روس هم میخوام بکشم بله دیگه اون ملت رو میگن ما روس نیستیم خیلی دیگه کودک همه که مثلا ما کودک هر کسی در روسیه زندگی کنه کودک داشت یعنی بعد همین واقعا من باور دارم که تا یه هفته کودکاش مکتب رو نکرد تلخشون کافی نوار همش نوار این واقعا تماشا کردن بین نوار خیلی مشکل است یا دهشت بود این برومد از همون کنترلی که در روسیه بود از همون چی برومد نه تنها عروسی برومد هم در داخل روسیه واکنش هایی که بسیار شد اینا مجبور شدن من گفت این это наш сам не ожидал этого правильно да خودش انتظار نبود поэтому неожиданно может быть вопрос был неожиданный для него скорее всего так я понимаю بله вопрос неожиданный может быть да خودش همدردی بیان نکرده همون نکرده حکومت می بارزگوی هست اگه همدردیش یک نیست در خانواده میو گلی خیلی یک واقعا دهشتناک بود یعنی در عمر سرش من رحمان خانه دیدم که برای یک مرد شهروند تاجیکستان یکم بار همدردی کرده باشه من یکم بار ندیدم منم نشوندم ندیدم هم نشوندم طرفداراش شما دقیق کنی که امیر رحمانوف چی در رفته بود یه بار میگه که رفته بود برای کار قابل جان موجودین چه برای کار قابل جان که اونجا قضیه یک شوس بود قضیه مردم و خودی کرد شما میگه برای کار قابل جان رفت بعد با میگه که گریفتم نیست удобно در دیگر نوارات میگه که سفر کاریش بود یا طرفت میگه که برای قابل جان رفت سفر کاری همون گوش کنید میگه که хорошо спасибо вам за то что вы приняли наше приглашение приглашать кардagi знаешь в сафари кори بود выходит بله طرفدارش گفتن که برای کار قابل جان رفت نه приглашать кардagi گوش کنید همون نوارش اهمیتی نه معلوم بود که سفر کاری بود که او رفت قطعی او هم مسلکاش قطعی واخری کرد 100% چی برای قابل جان بود نه خیلی همون میگم کو مردم ما خیلی از وای دور هستن طولم چی قلومی دارن نه واکنش کرده میکنن نه تنقید قبول کرده میتونن نه اصلاح شدن میخواهن موضوع نمیدونم چیکار نسبت اونها مخالفش که برآمدگی با نام مخالف هستن گشتن دیگر همینجا پروا یگون چی ندارن اینا شما گفتید که پیشتر علوم کردن چند تا برآمد خب ما دیگه طرفنده هستیم خودمون اقامم در همون کشور بوده که هو نام کشیدم تو دام آلمان نه کمتر از 100,000 توجیک برآمدگی 10,000 نه کمتر از 100,000 برآمدگی من وقتی برای کودک برویتون برای کودک правильно یک موجیر هم جمع رو خورده بودم دو گفت که در یک لاگرده گفت یک لاگرده یک جایی که همون آلمان یک جا شده
یعنی گفت 45 تا توجیک بود یک تاش در والله قسم 45 نفر شهروندی توجیکستان اومدگیان یعنی بعد در بعضن رگیرو یعنی تعداد شهروندی توجیکستان از مردم سوریه را بیشتر بود عبدالخیر بابا از سیاست بو ندارن با یکون پرابلم ندارن حالا آماده استن مو بیام آماده استن همه مخالف همه مبارز نیفیگه با های نایم بین یکون جبه وقفه ها یک پرابلم دارن پرابلم اقتصادی تمام با پرابلم اقتصادی همون توجیکستان ما سطر نمیکردگیشم همینجا گرینسا اونده سطر کرده درامداست ریش نمیموندگیشم ریش مونده درامداست که موی نمونده استن این یک برای اون بهونه شد لیبوی همون یه چایی که میکنن لیبوی بهونه میکنن همون میگرم میدارن کسایی کارش کجا رفتیم بیابرو کردیم خودمون بیابرو کردیم هم اپوزیت توجیکان بیابرو کردیم نمیدونم هم دیگه باوری من نمونده یکون تشبه نه مخالفش باور موندم نه درونش باور موندم نیست فیزیو داریم موجوده که در آلمانان همش مخالف اعضای نهضت هم فقط اعضای نهضت نیست فیزیو داریم موجوده که در آلمانان اعضای نهضت هم من نمیدونم چی بنای اومدن کی نمیدونم این آخر یگون بچه یگون 24 نبود کشته باشنش که بوده غرور داشته باشه این یک 24 نمیدونم اعلانش کرد من نمیرم که این بشه تو وقتی در برنامه میبرو میگه که ما وعده میگه توجیکو را مردم توجیکستان که ما فردا حکومت هم میگیرم برای شما غمخوار شما میشم ما فرشته شما میشم برای شما این میسازم برای شما اون میسازم رحمان برای این میکنم اون میکنم در یک چیزی عادی ترینه که یک کودک کشتگان وحشت رنگ حیوان رو کشتگان تو نه مراو نمیکنی چه آدم نمیشه یک نشان بتین خودتون که هم حکومت هم روسیه هم اولا که باید یه سفارت میدن کنسولگری هم ببینه که مردم زندان اومدگیان ببینه که مردم زندان اومدیان و چیه جای 100,000 10 نفر رفته گیه بعد در این حالت با وعده میتی برای من فرق نمیکنم من هر که دست میگم من آدم هستم برای من فرق نمیکنم تا کدوم حزب نیستی برای من فرق یا کدوم حزبی نباشم کسی هم تنقید کنم بعد تنقید کردن میگیرم تنقیدهای همتون قبول دارم چیزی که حقیقت میگم من هم کسی ترس ندارم تو مخالف باشی یا طرف باشی یا طرف باشی واقعیت همین بود که نرفتی نکردی حضرت ایشان همین سوالی من همین جایی که آیا مخالفین که برای هر چیز همش باید میتینگ کنی برون پس مسئولیت ملت چی است؟ مسئولیت ملت ما فقط از خودی پرسیده است موضوعی که چرا خود موی کرونا کردیم این خواهر مو اپا ما در جمعه است نقل کرده است از توش نقل داره که فلان آدم ریش موندگی میگیره چه مخالف میگیره نه مردم سوئیس مردم صحبت اصلا در این رابطه صحبت کردم به ایجاد طرف جدیش ببینیم که حاضر همین مسئولیتی دولتداری تاجیکان برای همه مردم تاجیکستان فرضه یا که برای همین مخالفین توقع برای همه فرضه برادر ما نظر ما که برای همه فرضه اما یک مقصد همین واکنشه که برای نسبت همین کودک شدگی برای همین یک تعداد انگوشمار واکنش کردگیان تعداد انگوشمار یعنی بالا بگم نول 10 کس 20 کس 30 کس همه قبل حالا اگر ما حساب کنیم از لهستان شروع کنیم او طرف اروپا تا این طرف اروپا حالا شاید که از 200,000 هم گذشتگی باشه باید میترکیدم که برادر عزیزم حقیقت زندگی ما یک خیلیگیان ایشان که اصلا حتی یا آدم نزدیک شو یا آدم نزدیک شدن نزدیکی ترین جا میروه همونجا نمیگن زیارتش کنن این یک گپای که این مردم به خاطر قابل جان میرون در میتینگ میکنن نه مثلا مخالفین خیلی عذاب کشیدن برای ملت آخی این ملت کم که برای مخالفین میده عذاب بکشه
ما همین فرضه که دیگه برای همه کار هم که گرستیم هم زمان هوایدو از زمان عمر علی 5 ماهه تا خورشیده خی همیشه در اخبارها ما هم که گریستگی ما که خسته شدگی ما گریستن و خی ملت کو بیاید مسئولیت در مقابل ما نشون بده. نه ایجا فقط گاب در سر مخالفت تنها نمیرم. من گفتم که در همین در اون دگان 100,000 بیشتر نفر درآمدگان همه خچ مخالف گفتگی های اول در غیر ما هم در غیری که مثال که چیزی که ما نمیدونیم همین تعداد مردمی که درآمدگان در اروپا یا این طرف گفتگی یا اون طرف گفتگی دی حزب سیاسی در تاجیکستان همین دی حزب مخالف های بیرون همین دو موضوع های یا خچ 24 گفتگی یا نهضت گفتگی های در هر طرفش مخالف حکومت شدگی های. خب برای چی معنا نمیفهمم مردمی که اومده خی همو نون حلال که اکا این مسئله حلال و حرام در این مردم وجود ندارد دیگه. حاجی ما خودمون باید یه استراتژی برای مردم نشون بدیم که اول اینکه ای همی پس زدن این مخالفین خودمون پول خود ببریم بیرون سر کنیم یکون استراتژی راه نشون بدیم که بگیم این اپاد همینجا اومدگی نقل که شده است که بیاین شما پیشنهاد کنین که در همین بومبست های سیاسی و در تغییریابی تمام سیاست جهانی مثلا مسئولیت یک فرد تاجیک چی است به خاطری که دولتداری تاجیکا بقا بمونه. این سوال بیاد در موبایل دنگل کنیم دربارش گپ بزنیم. من فکر می‌کنم که اگر باید مردم اگر اونی که در پیش کنسولات کردن ولی هم بچه‌ای رفتن اونجا دستشون در نکنه او خان رفتن کسی که رفتن دستشون در نکنه این چیزی ما هیچ نمیگم او کدن مثلا که شما اینکه اگر خوبتر میشید که در پیش سفارتی روسیه در برلین این کارم تشکیل میکردن و اونم در یک روزی کوری میشید که نمیموندن که واقعا واکنش یعنی جدی میشه نمیموندن که همون کارگرای سفارت یعنی داخل بیرون شون هم نمیموندن شون یک چیز جدی‌تر میشید. هیچ من فکر بخشش ما میبرویم دوام تید یک دو کارم هست باید کار میکنم خیلی برادر که تید صحبت کنید نباشد من توی نقل نمیکنم یک اونجا به گپ خطا گفتند کمتر زبونه راه گرفتند اکور من اگر برآمد کنم که توی نه من جدی برآمد میکنم по существу по фактам гам میزنم то что будущее میبینم то что будущее میگویم. بله حق شما فکرتون گفتم زنده باشید واکنش قبول کنید کسی نداره من با فرقش نه و امومالی هست و دیگرش هست خطا کرد میگویم آشکارا بله قبول کنم قبول کردم در این حالت همیشه اگر اونجا خفگی نیست اینجا به خواهری عزیز چنانی که شما انتظار دارین که همون فاندی گفتگی تو ای شما باید ناراحت نشه برای کریتیکا تو انمی شما باید کریتیکا را قبول کنین خندون السلام علیکم بگین با دفعه دیگه بیاین گپ بزنیم. نه من توی گام نمیزنم من توی نقل نکردم این مسئله من شما که طرف بین چی کردن نمیتونم خواهد زنده باشید به هر حال دستون در نکند زنده باشیدون غلام زنگی رو میشتی کنیم روز گفت این برادر یکون پیشنهادی باید دقیق چی کنیم فکر کنیم پیشنهاد دهیم به مردم. بله من مثلا یک کتاب در همون روز خوندم که میگه که من میبرویم صحبت دوام تیتم من بروید عبدالحی ستونی دولتداری می حالی همی یک شهروند تاجیکستان چی مسئولیت داره که باید مخالفا مسئولیتی 99% مردم کشور باشو بگیره. ما از همینه که همین مسئولیتی تمام ملت مردم گرفتیم خودمون نمیتونیم سعی کنیم به افکار درست بیاییم. حاضی مهم همه که مشغول ساخت افکار خودمون باشیم که هیچ وقت فکری نکنیم که در جایی مردم یعنی امروز همین کارشی دیگه همین کارشی دیگه همین کلا کشتن با والله قسم یعنی 99 از نه یعنی یک ای صدم بولو 200% مردم گناهگارای 200% مردم گناهگار رحمانوف کی دیکتاتور کرد ما رحمانوف ما دیکتاتور کردیم شما یاد بگیرید گپزنیا شما طلب کردم یاد بگیرید من در ایران بودم خب ایران یک کشوری دیکتاتوری ایرانم اما او مثلا رفتگی
لیکن از جهتی که مثلا او آدم اقتصادش خیلی ضعیف شده، این قوت نظامیش با یک کشورهای ابرقدر در رقم یک، یعنی یا قطعی کشتل با کشتل کردگی. همون مردم وقتی که از مردم میگن که ای با ما چی میشه در داخل ایران، با والله قسم من تاکسی از فرودگاه گرفتم، هم خیلی صحبت کرده رفتیم، نظر میگو تو نظرت چیه نسبت همین حکومتون؟ یعنی آشکار نظرش هم میگه، نوروزی آشکار داشتم دو رفته ایسته کیا نمیدونم خوی نه دزدن اینا من با حکومت ایران کار ندارم، یعنی شهروند اونجا نیستم. مقصد من میگم نظر مردم در داخل همونجا داخل پایتخت همه چی آزاد میگن. یعنی بعد نسبت گفتن کشور شما خوبه، رحمان و تره گفتم شما رحمان فنا نمیشناسی. مردم اینو فکر میگن رحمان خیلی انسان خوبه، تو شما رحمان فنا نمیشناسی. مردم تاجیکستان در اروپا که 10,000 15,000 20,000 کیلومتر رحمان دورن جرأت نمیکنن رحمان رو بگن، پیشوی ملت بگن در این حدن. یعنی مردم تاجیکستان در توا هم خیلی مکسیمال نه، یعنی لب و دهنش ریختگی های همین بغیرتی و ترس اندازش گذشتگی رفتگی های. یعنی یک باید نمیدونم یک ظرفی رکی نمینه یک ظرفی نمینه که هست میرزیش نمینه اومد اینم قبوگوی خیلی نیکنه باید علاوش رختیسه هم بغیرتی و ترسی مردم تاجیکستان هم خیلی رختیسه، یعنی گذشتگی های، یعنی حالت کفیدگی های یه اندازه نداره، با هر چیزی مقایسه کنی هر کاری کنی نیست. حالا هم با حال هم این مردم اونجا گذشتگی رفتگی های هیچی همه قدری که مردمی که نمیگم شما مردم قدری که زیاده از 10 سال شما مخالفو قشما صحبت میکنین، من مخالفو رو صحنه اومدگم برای شما همه چی را آشکار رحمانوف این خیلی فهموندن سعودی فهمیش سیاسی نداری، همه چی را دیتیل نفهموندن از اونها خیلی بندر ما فهمیم زیاد گفتگیم فهموندن طرز ساختار دولت داری، درآمد یک دولت، برآمد یک دولت، وظیفه یک رئیس جمهور، وظیفه مثلا اون وزیرا ایش چی وظیفه داره، اوش چی وظیفه داره، باید چیکار انجام بده، باید چیکار کنه، باید چیکار نکنه، همه برای شما گفته شدگی هست، همش گفته شدگی هست، یعنی همش میدونین. اما در واسه با همین چیزی که میدونیم در یاد یگم واکنش ما حداقل ما همون کودک، یعنی هر چی همینجا شروع میشه. نه خب شما تو همون کودک ما با والله قسم فکر کنم کودک خدمت همون قدر من تاثیر گذاشتگی بود، یعنی باید شما را بیشتر تاثیر کنه این چیز به همون کسایی که در غریبین. من یگم روز نفهمیدم که من یگم روز طرف من خطاب نکرده چورکا کنسیو های نمیدونم دوله با ایستاخت پناهی خیلی دیگر چی بگن، ما طرف او یگم چه نشنیدم در آدرسی خودم. نه که شما هر روز این چیزا میشنوی، ظلم شدگی، زندانی شدگی در زندان روسیه، یعنی ندونم تحقیر شدگی همه روزا میشین، یعنی واکنش شما باید 10 برابر میشید، 100 برابر میشید. چرا واکنش نکردی؟ چرا واکنش نکردین؟ رئیس جمهورتون خب یک معلومه که همون انسان یک گوه، معلومه که انسان یک مغز نداره، یک حیوان تحقیر میشه و تحقیر میشه که بگو که حیوان برابرش کنی. خب شما چی را منتظرین؟ من تعجب میکنم شما چی را منتظرین؟ یگم کشور شما فکر میکنه که یگم کشور یگم روز میشه که برای شما انقلاب میکنه، این تا خوشروکک وطن شما را گلگون شکفان میکنه. ما بفرمایید حضرت ها
ای بار بالا بگذاری همین کارا میکنن. شما فکر میکنید اگه روز میشه که همین کار روخ میزنه، همین کارا یک وقت برای کشور شما میکنه همین کارا. او در طول تاریخ شما بیا برو همین رولوسیون که همین کشور شده یا برو بدری بخونه یا بدری تمام نمیخونه. من این ویدیوش رو تماشا کنید. چی خیلی شیدگیه، چی خیلی شیدگیه، این چی خیلی همین کار. همین مردم همین کشور اروپایی، همین کشور غربی، کشور آمریکا همین چی خیلی به همین روز رسیدن. آمریکایی که امروز اقتصاد اول داره در روی دنیا، اقتصاد اول داره. یا بار بود رو همین مستقلیت همین آمریکا را بود رو ببین. یک بار بود رو ببین، اول تماشا کن. چی خیلی انقلاب شدگه، چی خیلی مستقل شدگه نامو. از طرف همین بریتانیا، از طرف همین انگلیس‌ها خودشون همین جا میرفتن همورا انداز میبستن، اندازشون میگرفتن. با خاطر که شما اکسیژن نفس میکشین اینجا، این اینجا زندگی داره خودتون اومدگه همینجا را آباد کرده، خانه کرده، در کرده، مزرعه کرده، کشاورزی کرده، در زمین کار میکنه، نون تا میخری. باید برای همین پرداخت کنیم مورا. اونا را میاد برده یا روز دو همین یک کم صبر کردن، بالاخره واکنش کردن. از طرف یون داده کشته شدن. شهروند خودشونن رفتن همونجا. بعضی یک امپراتور، یک بزرگترین امپراتور بود بریتانیا همون وقت. یک حکرترین امپراتور بود. از شرق تا غرب همه کشور همین بود. او هم 4 تا مهاجر رفتگی بودن. همون بعضی در همون مقاومت کردن. صدها هزارشون کشتن. همین مهاجر شهروند خودشون گرفتگی بودن. این هم بریتانیا صدها هزارشون کشتن. نگی مقاومت کردن. ایستادگی کردن. گفتن این خیلی نمیشه با. یا اگر ما اگر خاموش بیستیم، گفته که این به آخیره، این ظلم به آخیره، آخیر نداره. این پول چیز شیرینه، این معده حرام و یا چیزی حرام که درما هیچ چیزی هیچ کاری نمیفروشه که برای پول شهروند تاجیکستان ای کیم کجا او در یا وقت فهمیدن که در همون کشور ایسلندیا در همونجا کدام یک برام یا شوخی برام چی برام که مردک لازم دارن برای زندگیشون. شهروند تاجیکستان زنگ اومده که من همونجا برام زندگی کنم، پول بیشتر میتکو. یا جزیره در شمال بحر ده من همونجا برام زندگی کنم، با همه شرایط خبرم پول میتن. ما برام در همونجا که یک جزیره نه افتا تماما نداره. به خاطر پول. ایران به خاطر همین پول. یا هیچ دست نمیکشن. یا آدم یا بار حرام خورد دیگه و معدهش حرام میشه. حرام برای شیرینی. یک کسی کش دیگه تمام برای او یک چیز عادیه. نه که همونو مقاومت کردن چند از گفتن که بیا ما یک پراکندگی چند تا شتات بود. ایش همه بودن سرکوب میکردن. اوش تچ من سرکوب میکردن. مردم هر یکتونش هم که سرکوب میکردن پولشون گفته با ایستوی کوچکی دلارشون گیتن میرفتن. این بریتانسو شهروند خودشون همه جمهوریت که گرفتن آمریکا. آخری کار چی خیلی چی؟ گفتن خیلی نمیشه. بیا ما متحد بشیم و این کار ما رشکن کنیم. نه که همون گم نبودن مخشون هم کار کرد. از در مقابل یک ترکتر از بازی داد اومده سته میدونی ترکتر مکان نمیتونی که تنهایی نمیتونی. نیکی گفتن که فرق نمیکنه ما اگر خاموش بسیم یک تا ما رو کشتن میگیرن. ایزم و به آخر رفتن میگیرن. مقاومت کردن، ساده دادن، کشتن، مرده دادن، خون دادن، همه چیشان کودکشان دادن، زنشان دادن، همه چیز دست دادن. نه که آخرش ایستادگی کردن، دولت مستقل شد. امروز در سطح یکم اول ایستادگی اقتصاد. شما چی میخوایی؟ شما میخوایی که یک چیزی که برای شما میگیرم بتا؟ کشور آزاد کردگی، اقتصاد بلند برداشتگی، حقوق انسان برداشتگی، همه چی احترام کردگی، شما برای زندگی کنی.
نمیفهم شما هم کسی اگه شما قرضدار هم کسی ما و شما قرضدار هستن کشور همسایه که باید ما این کارا بکنم برای رسیدن به این زندگی کامفورت خون باید بتی خون در عصر 2025 در همه کشورهای پیشرفته یک اروپای قرار هستن از فرانسه بریتانیا نمیدونم آلمان دیگر تا ها زیرا خون میتن تا ها زیرا مردم خون میتن والله قسم مردم بیغیرت این مردم اروپا تا ها زیرا خون دادستن شما کیف کده زندگی داره این مردم فرانسه چند بار بازی دیدم اون بازگاه نام رئیس جمهورشون نام مکرون چند بار میتینگ کردن حاضرم تا میتینگ میکنن و منش مومنه که در هر یک میتینگ 4 تا 5 6 کشته میشوه از طرف پلیس سر میگم چی میگم ضربه میخورن دبان همو بگم ازدهام تلاطم یک مجی خانشون میبرن تا حاضره در 2025 در 2021 شما چی میخوایی؟ مخالفا برای تاجیکستان رو بگیرن یه قدرش نگذاردن دیگرشون هم بکشن و حکومت اگه گوشکفام کنن بفرمایید مردم تاجیکستان به زندگی کنی کیف کنی حضرت ایشان نگاه کنین همینجا هیچ که قرضدار نیسته منم شهروند تاجیکستانم ترم شهروند تاجیکستانی چی قدر ترم حق داره منم حق دارم برادرم من نمیگم که شما بیاید در من آواز بتین شما طرفگیری من بکنین من رئیس جمهوری شما بشم من این بشم بیا متحد بشیم این برزگاه و بگیریم یعنی ما کنیم یک کشور بسازیم با والله قسم کم ترک فکر کنیم این در تاریخ ثبت میشوه فردا یعنی نسلی که از ما میویه تاریخ ما را میخونه توف میکنه در روی ما چی خیلی که امروز ما توف میکنیم برای کسانی که معلومات چون میکنیم کسانی که سبب شدن که سمرقند بخارا از دست ما رفت او حالی ما با فکر میکنیم میگیم که خیلی ها مقایسه میکنیم مردم ما یا مردم عادی بود و کدمان بچو بود و ارتشی سرخ در بازیش بلمادگی بود یا امپراتور بود اما همون خیلی مقایمت کردن یک قسمتش اما یک بزدیلای خواهینایی که بدن همون وقت همون سبب شد که فروختن ما را تاریخ ما شکست خوردیم ما را کشتن اما مایی که هستیم امروز یک نسل هستیم فردا فرزندان ما کلان شود با خدا عیبه با والله عیبه کی ما را چومو کدگیه یکم امپراتور بریتانیا نمیدونم فرانسه آلمان کی ما را کدگیه ما مستعمره یکم کشور بدیم هندو ایندیا بگه چیزی میگم مستعمره بریتانیا بدم و یک غولپرکترین امپراتور بود اما او زمان بگیم شورای ما نظر سلطه روسیه بدیم نتونستیم دیگه مقایمت کردن در تاریخ باعث یک شرمندگی یا برزگو یا دلبایوب یا گوساله یا جیدنا این هم خطقه چی گفتیسی بالاو تو؟ چی گفتیسی؟ یا گو این هم آدم 30 سال این ملت با شرف بزرگه چومو کرد شکست تجاوز کرد کشت قتل کرد خون شنمکی از 10 برابر قابل جان در زندان تاجیکستان میکنن 100 برابر قابل جان از زندان تاجیکستان میکنن شهروند تاجیکستان میزنن 30 کبود میکنن میکشن میتنش میگن که این کسل پریپات کداش این دلش زد این خشید خچه تیزه پرتو تا دینا روزا سوز بود این روز ما خچه تیزه پرتو کسلش قپید فردا در چشم کودک چی میگوی؟ چی همچون خیلی
مردی او چیزی نیست که تو در پاد یک چیزی مردانگی داشته باشی بگو که من مردک شدم. مرد یه آدم میره، زن هم میتونه مرد باشه. یه آدمی که وقتی غیرت داره مثل یه شیر رو میگن مرد، فرق نمیکنه او جنسیتش چیه، مرد یا زنه. شما فقط دعا کردن، دعا که یه پشا که چورت قد دعاد. تو معیوبی، تو فلجی، دستت کار نمیکنه، پاد کار نمیکنه، گردت کار نمیکنه. زنکی کنسا کنسا بخی دعا رو زن میکنه، کمپیر میکنه. نم زنک قضی جان خود زدش بعد همون داد کردن میگه جونامرگ ترمک عدیس شم ککور میا این میکارش ما همیه مردکی دعا که وکنش که امروز نموردی فردا میبری. من توف کردم در امروز زندگی والله قسمه که یک عمر زلالت خطی باشه. من چند سال عمر میبینم، خب رحمان رحمان اخبی چند بار میتونم منو بکشه، چند بار اوه میتونه که 10 بار منو بکشه زنده کنه میتونم کار کده؟ نمیتونه. ماکسیمالش یه بار میکشم تمام. 10 سالم که زندگی کردی میبری، 50 سالم زندگی کردی میبری. مهم مرگی با شرفه، یعنی یک در زلالت مردن. من 4 مولای برزگوی دلبای بگید در غریبی میبری شهید میبری. ما کی میگه شهید میبری؟ یگان که شهید نمیبری. تو مهاجرت کردی، برای چی مهاجرت کردی؟ برای دینت مهاجرت کردی؟ برای اسلام مهاجرت کردی؟ برای یک چی برای شکمت مهاجرت کردی؟ یا ظالم اومده حق تگیری تک خونده گیرتک روی کرد تو خودت یک چوموشت کردک چوموگی را خودت قبول کردی. بی‌غیرتی را بی‌ناموسی را ترس خودت قبول کردی. خودت تسلیم میکنی که من اینجا آمدستم زن کودک من خراندستم پشاندستم انا تمام پگه که مردم شهید میشم. فکر نه شهید میشه. شهیدی که تا آسان کردی او مردک در صحنه در جنگ میره در جهاد به خاطر دینش، به خاطر آیینش، به خاطر مقدساتش کودک همش موندگی زن کودک موندگی میره خونش میره در صحرا در سنگر در تای جنگل در خاک در لای چه عذابا میکشه با شهادت میرسه. تو خیلی میخیزی برای شکم پریگه خاطر شکم پریگه میخیزی میره کار کنی میخیزی خیلی با هم بکوشه میگی که من هم شهادت چید من هم شهید چیدم. مثل همون ترکو هم ترکای اسلام دارن اگر در بالای زینو بمبرن میگن که شهید چید، شهید روی زینو. این چیزا که تختنا تسلیت نتین. روز قیامت قبل از آنه که رحمانوف پرسیده شود اول ما و شما پرسیده میشیم، مظلوم پرسیده میشود. خب تو چیکار کردی؟ خب فرعون ها هست ظلم کرد، تو چیکار کردی؟ چی وکنش کردی؟ من ششتم دعا کردم. ایدی که 4 تا قطع دعا کردم. نمیشید که اگر پیغمبر بشینه دعا کنه در مکه بگه در مدینه بشینه بگه دعا بیام بهترین مخلوقات بهترین موجود در دنیای هستی و نستی و همه چی بود دعاش همه تیر رو قبول میشید از جمله دیگه پیغمبرا رو. چون نشیدن دعا کنن، چون موسی نشید دعا کنن خدا که فرعون رو بگی سرنگونش که من دیگه اگرم کرونا میکنم او یک فرعون نه ما تا خواهیم بگی سرنگونش که دو بشینه دعا کنن. زندگی خوب میخواد برای زندگی انسانیت هم مثل همون زندگی حیوان ها مبارزه باید بری مثل ادیه مخلوق ما فرق نمیکنه. باید برای زنده موندن تلاش کنی. میخوای زنده مونی باید تلاش کنی. یک از دیگه فکری تر نمیکنه. وقتی که تو خودت فکری تر نمیکنی چطور من فکری تر بکنم؟ پیش از آنه که من تو خودت من فکر کنم تو خودت باید فکری تر کنی. تا کی بی‌غیرتی، تا کی بی‌ناموسی، تا کی زلالت، تا کی شرمندگی، تا کی رسواگی در جانتون نمیزنه همین چیز. هر بار که بیو در تماش گرین سرسیه چیده آمدی پناه خیلی چیده آمدی با زبان حال 10 باشی 1000 باشی سرطان میکنن. تا کی قبول میکنن همین چیزا؟ یک قسمت در اوج خاروزلی، یک قسمت دیگر در اروپا خاروزلی به حجت
در مدارا گرفتستی یک قسمت دیگه اومدگی در بریتانیا ویزاش تمام میشه نمیروان اکا کار نیسته سترویکا اکا کار نیسته سترویکا این چی مفکوره همه اینجا سر سترویکا من اگه برم سترویکا کار کنم فقط در فکرش خونشکنی خب چی شیری خنردره کار یفتی اگه کار کردی من با کار کنم برم تمام یه چی نمیشه خب کار کردی خب یه خونه گرفتی چی شید دوامش چی شید با روسیه با مهاجرت با زلالت با همون تأخیر یا بار نیست فکر میکنی که بیا بچه همین کار هر کار آخر داره بیا ما در آخرش برسیم آخی یک کم ترک تغییرات شوه بچه مخالفا هم هزار تقلیل زندانی دادن یک کم ترک تغییر بدین خودنا بچه تو حق خیطه طلب که من طلب نکه حق خیطه طلب که میخوزی میبروی گیره میکند مردی توجیک انم خریج داره مردی توجیک انم خریج داره انم که گردن غوز کدگی بچکو حقش میخرن بلیت خریدگه پرواز کنن نمیتونن خب چیکار میکنه شهروند تاجیکستان چیکار میکنه نه در پاسپورت نظریت باید با کنسولگری همون کشور در همون کشور هستی مراجعت کن اینجا یک برای مسئول خودشه مراجعت کنه زنگ بزنم بعد ویدیو میکنه اپا شاله گل خوجا من تاریخ کردن اپا شاله گل خوجا من تاریخ کردن تو بیعقلی تو گوساله‌ای شاله گل خوجا تا رئیس جمهور تا مسئول کشور تا چی میشه شاله گل خوجا تا یا روزنامه‌نگار او تو ایزونا میکشی یک مردک اینم قدر یک روزنامه‌نگاری زن کمک میطلبی زنگ بزن کنسولات او مسئول یک کم در مسئول دارم پاسپورت پدنالا دارم آخران ورقش در نویستگی های پاسپورت در نویستگی هم یا بروی کنم پاسپورت در دست میتن استفادهش میکنی یا بار هم را بخون هم چه نویستگی های که در برون کشور در تحت حمایه تاجیکستان همه حکومت تاجیکستانی باید در هر مشکلی در کنسولات مراجعت کنی همون را برم کنسولات بگم همین پاسپورت نمیخوام برای قفایم در همین چون توخی این همین را بخونم چیزی که خطون نویستگی شهر پاسپورت خطون میتی که ما باید مراجعت با شما کنم این آمده مراجعت کردیستم هم گفته خیلی خطی کردیستم تو که خوری ضرورتی شما بس بده گیس با خدو قسم ایزو نمیکشه ای در پیش همون زن اونا شما در پیش همون زن چشتگی همون خیلی مرد میگوی شرم نمیکنی زنهای ما آوز بلندتر ای مردم را با خدو قسم فردا در همون نبیرومون چی میگیم نبیروی از بابای ما میگه که میپرسیشون من در جنگ 45 اشتراک کردم رفتم آلمان اوجا اشتراک کردم قهرمان دیگر عنوان دیگر خب یه بار فکر کردگی که اینم نسلی ما نه نسلی ما من 90 تولد من 90 نه نسلی ما که نماز جوانایی که از همین کشور هستیم فردا ما پیر میشیم همین نبیروم بگن که بابا خطی چیکو کردی تو چیکو کردی در دوره جوانی چرا کشور همسایه قدر ما پیشرفت کردگی ما پیشرفت کردگی نیستیم با چی چیز شما را فریب کردگی هم این خیلی مغز شما محکمه در روسیه هست روسیه میبینید در کشور اروپا هست هم کشور اروپا میبینید چی که کدام یک تاجیکستان چی رو آبود کردگی چهار بلوک برداشتگی در پراکش سویتکای رنگ و برنگ همین اقتصاد کشور شید دیگر جورا چیکار کنن برای ملت هر کدام تأخیرت ببین تو در کلوب و در مومناباد و در این لحظه تاجیکستان زندگی میکنی دوشنبه در چهار بلوک کردن برای من بس هست در جمع زادگاه خیلی چیکار کنن با همین چیز خیلی فریب کرده گشته همین حوزی نمی حوزی هر یک کدامت که هستی فکر که اینم پگاه من پیر میشم همین نبره همه سوال میکنه که بابا تو در وقت چیکار کردی جواب چی میتونم خب چی جواب میتونم اون را
میگم که من ترسونچک بدم. بابا شما ایزار میپوشید یا ترسونچک بود. بارم خطیر نکرد. چی جواب میدی؟ میگه که من نکردم. خب چرا نکردی؟ ترسیدم. خب باید اون آدم‌ها بدن کو صدا بلند کردن. چرا پیوست نشیدی؟ چرا قچی از مبارزه بری؟ چی جواب میدی؟ میگه من بی‌ناموس بودم. من بی‌غیرت بودم. من ترسو بودم. یه روز باشه زنده باش. این جانی خدا براتون شیرین بده. ما یک منتظر میستیم که نم آدم بیاید بناوگت ما را بکشه. بناوگت بیاید ما را بکشه. یا داخل یک مخایمت یا اعتراض یا چیز یا یک کاری سیاسی نبود یک کودک کشتن یک مثل یک حیوان برین نه هیچ ده هیچ یوخی نه یکم بگم که یک تغییری که برای زندگی خودتون نمیته نه طلب میکنین او بروتون فکر کنین همین چیزه یکی از سبب‌هایی که مخالفو من نمیگم جای گپ بود من مینوس اونجا مخالفه گفتم یکی از سبب‌هایی که مخالفو دست پاشون خنک شده این همیه دستگیری نمیکنین وقتی که واقعا دستگیری نمیکنه برای همون یا مخالف هم میگه که خواهی من چی در کاره من همین رنگ سگ برای نمی رو گفتستم یا حداقل باید یک دستگیری بشوه یک توجیه که میبینی تو من با حق شرمندی من اجرا کردم اینکه همین قدر میکنی یا سلام دریغ میدونه برات یا سلام خدا جونی ها در کشور در 10,000 کیلومتر رحمان و دور یا برخته در جای انا ما مخالف مون که برای من همه چی تفیدو میکنی پدر مادر خواهر برادر همه در تاجیکستان که برای میکنی در آخرش من سلام خدا جونی دریغ میدونم دفش که سیاسی ها پرابلم هم نشوه میشه که برای آدم یک خونه میسازی کلیچ همیتی پگه در هم میبینیش قطعی اون شا او طرف خیلی سلام نمیکنه انا او را در جا همون ختم خبمون بخصه بخی دو قسم این بچه یک کوفی را ایمونش بیدور شید یا بچه کوفی ایمونش بیدور شید با خودتون مسلمان میگیرین با خودتون با نسلی قهرمانو میگیرین شلری که میوجه کوی کدمی یاد رو ماده کچی بفرما برادر خاید چی نیست دیگه خایدواری بفرما بعدا صبح که هم میخوی نمیخوی چی نیست دیگه نمتا خایدواری چی نیست دیگه برادر خایدوار خب کویستونی نیستی اگر که دیگه اگر باشه اگر بفرمایید سکوتانی داشته باشین مرحبا صحبت کنیم باید مشکل حل کنیم برای خیلی نمیشه واقعا برای خیلی نمیشه این راه آخر نداره بخدا راه آخر نداره این راهی که ما پیش گرفتیم این راه آخر نداره این باید یک حل شه بیوه وگرنه نمی بناوگردن خود ما در رفتن میگیریم ما شاهدیم یکی تمام نمیشه اگر نه تمام دیگه که گرم بچینم برنامه رو به انجام میرسونیم خب دیگه اشکال ندارم در آخر هم گفتنیم که باید شما مردم تاجیکستان و والله قسم
ما باید حتما زندگی ما باید تغییر بدیم. باید ما باید برویم. اگر نبرویم هیچی. گفتم فکری باینده را بکنیم. فردا ما را از بپرسیم ما چی میگیم؟ نیم یک گو، نیم یک قشقار که گپش نمیفهمه. همین 11 میلیون اهالی تاجیکستان را چمو کرده. ای بچه هم خوبی لامو همین آدم در ترکیه 2016 با 17 بود وقتی میخواستن ریولوسیون کنن نظامی آدم تانکر من کرد وقتی مردم هم بودن تانکر نتونه سعی کنه با اولشون آدم تانکر من کرد. وقتی که شما متحد نمیشین نمیکنیم کارو میترسیم این کار حل میشه. هیچ که برای ما هیچ که متحد نباشه هم کس برای ما میکنه هیچ که نمیکنه. ما و شما باید بکنیم این کارا. یعنی در همبستگی یک جایگی نمیشه. فرق نمیکنه همه اعضای سیاسی هر کسی که باشه همه باید این فکر باید یک جدی ببینه. مردم این فکر جدی ببینین. اگر نه بخدا این تمام نمیشه. ما سال 2015 14-15 شروع کردیم همین ظلم بود. خب رحمان گفت که سبب همه بدبختی ها حزب نهضت. خب پیش کرده تاجیکستان 2015 فعالیت حزب نهضت بسته شده دیگه. نه 2025 تمام شد. 10 سال زیاد شد. خب چی شد؟ کدی یکون کار خانه حزب برای بستی چند تگش زندانی کردی دیگه حزب باشه. رئیس حزب اونو سوسیال دموکرات اونو حزب دموکراتی تاجیکستان چی هیچی. برای این باید دیگه فکرتون ختم بکنین که آخری کار خیر نیست. اگر با خاموشی خیر نمیبینیم ما دیگه. ما که خیلی از 2 ساعت زیاد گذشت برنامه رو انجام میدیم. کامنت های چیزی نویسیم اگرم چه نخوندم. من گفتم که هر کسی که چیزی گفتن میخواین بدروین بگین. برای من کامنت رو نمیخوام جواب نمیدم. دیگه خدا نگهدار.